کامنت اگه بنویسید ممنون میشم که در واقع من بتونم استارت بزنم، چون این مقدار چک کردن صفحه یا لینکدین و پیام‌ها مقدار سخت میشه. اگر به من فیدبک بدید ممنون میشم. خب خیلی عالی. سلام ابراهیم جان، خیلی خیلی خوشحالم میبینمت دوباره. امیدوارم حالت خیلی خوب باشه. ظاهرا که همه چی اوکیه. من فکر کنم میتونم استارت بزنم، چون یه 20 دقیقه از تایم دست دادیم. خب خیلی هم عالی، مرسی. سلام محمد جان، من دیگه میرم تو اون تب اون وری. اگر سوالی موردی چیزی بود میتونید توی کامنت بنویسید. من ولی فکر کنم توی وسط برنامه خیلی نمیتونم ببینم، پس من مجبورم مقدار یه ریز برم جلو. خب خیلی هم عالی، مرسی از همگی. بذار من برگردم اینور، در واقع اینور. خب اینم چک کنم تصویر هستش. آره ظاهرا تصویر اینجا هستش. خب اوکی، خیلی هم عالی. سلام مجدد عرض میکنم به همه دوستان عزیزان. مرسی تشریف آوردید. امیدوارم این یه ساعت و نیم، حالا هر تایمی که در واقع برنامه طول میکشه، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. برنامه خرسه برنامه رو مفید ببینید. من میخوام یه مقداری در مورد اکسپلوراتوری دومین دیسکاوری صحبت کنم، چون گفتیم لایو دمو صحبت ها یه مقداری کمتره، صحبت های در معرفی اینتروداکشن و اینا، و مثلا یه مثالی که نه خیلی پیچیده است و نه خیلی اونقدی آسونه رو با اکسپلوراتوری دومین دیسکاوری نشون بدم که چجوری میتونیم در واقع مدلش کنیم، یا این ایدیدی در واقع چجوری کار میکنم. بعد یه توضیح خیلی کوچیکی توی پایین میدم در حد معرفی خیلی کوتاهی. دور و اطراف این توضیحات یه سری من لینک گذاشتم که اون چیزایی که در واقع توضیح میدم خیلی مختصر و کوتاه و اینا، کنارش یه سری لینک میتونید اون لینک ها رو بعداً سر بزنید، توش یکم مفصل‌تر توضیح داده شد در مورد مفاهیم و کانسپت و حالا فلسفه که پشت دیدی بوده. حالا آخر سر برنامه تموم شد، من سر فرصت سعی می‌کنم اون لینک ها رو هم توی گروه و حالا تو خود لینکدین هم بذارم. اون لینک هایی که اینجا معرفی کردم اگر دوست داشتید در واقع میتونید ببینید. خب خیلی هم عالی. بذارید من بیام جلو. خود وبسایت هم که اکسپلوراتوری دومین دیسکاوری اینجا هست، میتونید اونجا سر بزنید. من یه لحظه اگر فکر کنم اینجا میتونیم باز کنیم بدون که این صفحه بزنیم بیرون. اینو بیارم. اگر صفحه لود بشه اینجا برای من. آره تو خودمون در واقع صفحه exploratorydomaindiscovery.com اگر برید تو قسمت بلاگ، خب اون لینک هایی که پایین گذاشتم توی بلاگ، حالا وبلاگ، ولی خب یه سری مقاله پشت سر هم اومده توضیح داده فلسفه و بیلدینگ بلاگ و چجوری میتونیم انجامش بدیم. اون چند تا مثال روی وبلاگ هستش، ولی خب همینجا اگه بیاد یه در واقع شات خیلی اولیه ابسترکتی از ایدیدی هم گفته شده، فلسفه که پشتش و نمیدونم رولایی که داره و متدولوژیش به صورت کلی چجوری کار میکنم. یه توضیحات خیلی کلی هم اینجا هستش، باز میتونید هم نگاه کنید. من برگردم اینور. این که حالا اصلا ایدیدی به چه درد میخوره، از کجا اومده، چرا ما بهش نیاز داریم کنار این همه استار دیدیدی هایی که هستش. ایدیدی من تو پرانتز بگم ربطی به دیدیدی و نمیدونم تیدیدی و بیدیدی اینا نداره، هیچ ارتباطی با اونا نداره. ولی در واقع این که چرا ایدیدی معرفی شده یا به وجود اومده، به خاطر اینه که فکر می‌کنم هممون اجماع نظر داریم که ما برای اینکه یه پیاده سازی درست، یه سولوشن درستی رو بتونیم بهش دست پیدا کنیم، حالا مدلش کنیم، ریالایزش کنیم، پیاده سازیش کنیم، خب طبیعتاً اون چیزی که مقدم بر این موضوع هستش اینه که صورت مسئله درست رو متوجه بشیم، چون میدونیم بین صورت مسئله درست و درست انجام دادن اون کار خب تفاوت وجود داره و فکر می‌کنم باز هممون اجماع نظر داریم که صورت مسئله درست، یعنی که درست بفهمیم مثلا صورت مسئله چی بوده، مقدم هستش برای اینکه در واقع درست پیاده سازی بشه. یا یه جور دیگه بخوام بگم، یه مقدار شاید عجیب غریب باشه بگیم صورت مسئله یا یه مسئله که درست متوجه نشدیم، اشتباه متوجه شدیم
یا نصف و نیمه متوجه شدیم رو یه پیاده سازی خوبی براش انجام میدیم و حالا اون کسی که قرار منتفع بشه از نتایجش، کاربری یا هر کس دیگه هستش میتونه از نتایجش منتفع بشه. پس این مهمترین نکته هستش که در واقع EDD سعی میکنه یا تلاش میکنه یا کلیم میکنه که حالا با اون روی کردی که داره سعی میکنه در واقع به ما کمک کنه که اون صورت مسئله درست رو بهش دست پیدا کنیم. یک و دو، اون آدمایی که درگیر هستن حالا تو فضای نرم افزار، پروداکت منیجر، پی او، نمیدونم برنامه نویس، اون کسی که کار یو ایکس انجام میده، کسی که تست انجام میده، نمیدونم دومین اکسپرت. تو پرانتز اینم بگم که توی دیدی ما معمولا به شوخی میگیم دومین اکسپرت، هیچ وقت هیچ سازمانی نمیتونیم پیداش کنیم. ولی آره به هر حال آدمایی که به صورت کلی درگیر تولید و نرم افزار هستن هم آن د سیم پیج میشن نسبت به صورت مسئله درست. پس این چیزی هستش که EDD تلاش میکنه در واقع به ما کمک کنه که به مسئله برسیم. این میشه در واقع اون صورت مسئله که EDD سعی میکنه حلش کنه. ولی خب به صورت کلی اگر بخوایم یه تعریف خیلی ابسترکت ازش داشته باشیم، اکسپلوراتوری دومین دیسکاوری هم یکی دیگه از ابزارها و روش‌ها و تکنیکایی هسته که ذیل چتر کلابراتیو مدلینگ اند دیزاین قرار میگیره. اونم اختصاراً بهش کومو هم میگیم. فکر کنم ایونت استورمینگ هممون شنیده باشیم، فکر می‌کنم شاید که ول نون ترینشون باشه، یا دومین استوری تلینگ، یا حالا کلی روش دیگه هم واقعا وجود داره، تولزهای دیگه هم وجود داره که ذیل چتر کلابراتیو مدلینگ اند دیزاینینگ در واقع قرار میگیره. ما اینجوری یادم رفت بذارم اینجا، خیلی مهم نیست. حالا یک کتاب مثلا به همین اسمم هستش، اون کتاب هم حالا باز میتونید بخونید، نگاه کنید، برای اینکه با فلسفه در واقع این کلابراتیو مدلینگ اند دیزاینینگ تکنیکان باز آشنا بشید. EDD هم خب ذیل اون چتر قرار میگیره. به صورت کلی ایده این شکلیه که آدما دور هم دیگه جمع میشن، سعی میکنن با هم دیگه اون صورت مسئله که قراره برن حلش کنن، میخوان نرم افزار حسابداری بنویسن، میخوان پیرول بنویسن، میخوان یه سیستم بنویسن که برای بوکینگ آنلاین، تیکت مثلا پرواز، هر چیز دیگه، آدمایی که به هر طریقی درگیر هستن صرف نظر از رولاشون، چون رولا بعدن که آدما میخوان برن پیاده سازی کنن رولا یا نقششون مهم میشن، اون رولا رو میذارن کنار هم، در واقع کنار دور هم دیگه جمع میشن، سعی میکنن به یه فهم مشترکی برسن. این در واقع ایده اصلی اون در واقع کومو تکنیک ها هستش. ایونت استورمینگ ذیل اون چتر قرار میگیره، پس آدما رو دور هم دیگه جمع میکنه. EDD ذیل اون چتر قرار میگیره، پس دوباره آدما رو جمع میکنه. ولی خب در واقع تو اون فلسفه که پشت EDD هستش خب یه سری تفاوت‌های خیلی ماهوی با حالا ایونت استورمینگ یا بقیه روش‌هایی که معروف‌تر هستش یا باشون بیشتر آشنا هستیم وجود داره که خب در ادامه من خیلی سریع و مختصر یه کوچولو در موردش صحبت میکنم و اینو نباید تکون بدم، اینو باید بیارم باید. و سعی میکنه در واقع به ما این کمک رو برسونه که دومینی که پیچیده هستش ذاتش، یعنی فهم اون خود اون مسئله پیچیده هستش، که واقعیتش اینه که اکثر دومینایی که ماها به عنوان برنامه نویس یا پیو یا پی ام، حالا هر رول دیگه‌ای که داریم توی نرم افزار باشون درگیر هستیم، معمولا دومینایی هستن که پیچیدگی ذاتی دارن توی فهم خود اون مسئله. از دومینه چغر بدبدنی مثل حسابداری و نمیدونم پیرول و ترژری بگیریم تا حتی دومینی که شاید تو نگاه اولی مقدار ساده باشه مثل سفارش آنلاین غذا، که حالا اون چیزی هم که من میخوام مثال بدم، دمو رو نشون بدم، همون سفارش آنلاین غذا اپلیکیشنیه در واقع. و توش خب اکسپلور کردن خیلی مهمه و اون استوری تلینگ هم توش خیلی خیلی مهمه توی در واقع EDD. همونجوری که گفتم کنار هر کدوم از این باکسایی که من گذاشتم کوچولو توضیح میدم، کنارشون یه سری لینکن که بعداً میتونید اون لینک رو اگه باز کنید خب یکم دیپتر در مورد چیزایی که من اینجا دارم میگم یه مقدار دیپتر اونجا توضیح دادم یا صحبت کردم، اونا رو میتونید فالو کنید. خب خیلی هم عالی. EDD روش کارش اینه که باز یک کوچولو من از اون بالا سعی می‌کنم از ابسترکت در واقع از تعریف ابسترکت مسئله شروع کنم، یه مقدار دیپ میشم روی اینکه EDD چی هستش. بعداً که دمو رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم همین رویکردی که من دارم EDD رو توضیح میدم، همین در واقع رویکرد و فلسفه وجودی یا اپروچ EDD توی مدل کردن مسئله است. یعنی ما اکسپلور می‌کنیم مسئله رو، اکسپلور کردنمون از آخر به اوله، به جای اینکه از اول به آخر بریم پس یک بکورد اکسپلوریشن داریم
و ما در واقع رو کرد اکسپلور کردنمون breadth first explorationه که من توضیح میدم منظورم چی هستش روی این در واقع breadth first exploration در مقابل depth first exploration هستش. این اکسپلور که میکنیم توی در واقع توی یه لایه سعی میکنیم بچرخیم توی مسئله، اون ابسترکشن اکسپلور کردن مسئله رو سعی میکنیم حفظش کنیم. و یه نکته خیلی خیلی مهمی که توی ADD وجود داره و فکر میکنم در واقع گل ADD میتونه باشه اگر وقتی ازش استفاده میکنیم، در واقع اگه بتونیم مین پوینتر رو تشخیص بدیم میتونیم بگیم هورا ADD بهمون کمک کرد. در این صورت میتونیم بگیم حالا یا ADD مناسب مسئله نبود یا اینکه منی که داشتم پیاده سازیش میکردم شاید یکم نیاز بود که بیشتر در واقع دقت میکردم. ADD سیلور بولت نیست، جایگزین چه میدونم ایونت استورمینگ یا صورت مسئله دیگه ای نیست. در واقع این کلیم رو نداره که مثلا جایگزین چه میدونم ایونت استورمینگ یا حتی اصلا همون جلسات نرمالی که ما توی در واقع پرسش و پاسخ با QA داریم جایگزینش کدوم از اونا نیستش. یه در واقع ایده ساده داره، اگه دوست داشتید میتونید ترایش کنید، ممکنه بهتون کمک کنه، ممکنه خیلی در واقع همونجوری که گفتم یا ADD مناسب اون مسئله نیست یا ممکنه منی که دارم انجامش میدم ممکنه نیاز باشه که یه مقداری روی اون نکات اساسی ADD نیاز بیشتر در واقع پرکتیس کنم یا مستر بشم. دو تا مورد در واقع یه مورد اون بالا گفتم، این موردم اسم دومین سرکولاریتی، یه کوچولو اینا رو باز میکنم. من بالا گفتم که بکورد اکسپلوریشن داریم توی ADD یا بکورد استوری تلینگ داریم، هر دو تاشو در واقع داریم. واقعیتش اینه که من یه تاکی 24 دو سال پیش توی DDD یوروپ داشتم، اسمش بود نیمینگ اسکیرینگ. حالا من چون نرسیدم حضوری برم خب لحظه آخری مقداری کانتنت و محتوامو عوض کردم. اونجا اصلا کلیات همین ADD رو معرفی کردم، ولی خب اونجا اگر حالا فیلمو در واقع دیده باشید تو این لینک اون فایل پرزنتش هم وجود داره. اونجا من اصلا اسم رو کرده گفتم در واقع breadth first exploration رو مقدار اونجا توضیح دادم، ولی خب بعدا نگاه کردم دیدم اسم breadth first exploration ممکن اسم خیلی خوبی نباشه برای یعنی آدما ممکنه خیلی ارتباط خوبی باش نگیرن. خب بعدا رینیم شد به اسم exploratory domain discovery. و دومین سرکولاریتی پترن بسیار 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 نکته مهمیه. فکر میکنم چه توی مدل کردن مسئله چه بعدن توی فضای سولوشن این دومین سرکولاریتی پترن میتونه خیلی خیلی کمک کنه. توی اون دمو من سعی میکنم بیشتر توضیح بدم، ولی این مقاله هم هستش روی سایت میتونید نگاه کنید. دومین سرکولاریتی پترن فکر کنم 2-3 تا حالا مقاله هستش، یعنی یه معرفی کلی ازش انجام میده از چیستی دومین سرکولاریتی پترن و در واقع توی 2 تا مقاله دیگه مثال میزنه ازش که چه شکلی میتونیم در واقع متوجهش بشیم یا چه کمکی میتونه به ما کنه. یه لینک دیگه هم اینجا هستش. این هم یه مقاله دیگه است که اگه سایتم باز کنید اون فلسفه کلی پشت ADD رو قبل از اینکه دیپ دایو کنید شیرجه بزنید توش دوره مقدار توضیح میده. اوکی یه سری بیلدینگ بلاک داره که خب من نمیخوام دیگه وارد بیلدینگ بلاکشون بشم تو این توضیح ابسترکتی که میخوام بدم، این معرفی که میخوام بدم سعی میکنم تو اون دمو در واقع نشونشون بدم چی هستش. ولی خب فقط اسم بخوام برم دومین کانسپت ریلیشنه که میشه ریلیشن بین دومین کانسپت ها. اگزمپله که به هر کدوم از اون دومین کانسپت ها اگزمپل وارد بازی میشه. بسیار 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 نقش مهم و پررنگی داره چه توی ADD چه توی هر روش دیگه. فکر می‌کنم مهمترین ابزار و تولز من برای اینکه ولیدیت کنم چیزی که اون دومین اکسپرت به من میگه خیلی وقتا اگزمپل، یعنی اگزمپل من اگزمپل ران میکنم و اون اگزمپل رو من کمک میکنه که دقیقاً متوجه بشم این اون مومنتی که به دومین اکسپرت هم به پی ام هم گفتم آیا درست بوده یا نه، اون چیزی بوده که توی ذهنمون بوده یا اشتباه بوده. حالا بگذاریم این اگزمپل ران کردن و اگزمپل مپینگ و اینا خب خودش در واقع یه سری آداب و رسوم داره با طبق روال پیش بره، چون بعضی وقتا ممکنه من بیام اگزمپل مپینگ رو وارد بازی کنم فکر می‌کنم همینجوری اگر اگزمپل وارد بازی کنم اگزمپل کانکریت هم وارد بازی کنم که خیلی خیلی هم خوب هستش لزوما خروجی کارم ممکن خروجی کار خوبی از آب در بیاد، ولی خب نه لزوما ممکنه این شکلی نباشه. یعنی اگزمپل ها که باید وارد بازی بشن این کار اگه انجام بدید خیلی کار خوبیه. اگزمپل ها باید کانکریت باشن، دیتای مشخصی داشته باشن بر حسب اون صورت مسئله که دارید
اگزمپل براش ران میکنیم. مثلا اگه ماشین حسابه، من میگم یه عمل جمع داره، میخوام جمع رو ببینم در واقع چه بیزینس رولایی داره یا اصلا چه جوری کار میکنه. اگزمپل که میگم ران میکنم، اگزمپل اولم مثلا میشه 2 به علاوه 0 میشه 2، 2 به علاوه 2 میشه مثلا 2، 2 به علاوه چه میدونم 100 میشه 102. این اگزمپل سومی اکستند شده 2 تا اگزمپل اولی است. آرگومان دومش عددش مثلا کم بالاتر شد. بعد میگم مثلا 2 به علاوه 1000 و نیم، دوباره هی اکستند میشن این اگزمپل، یعنی باید اینجوری باید ران بشن. حالا به هر حال چون بحثمون خیلی در مورد اگزمپل اونا نیستش، من تا اینجا نگهش میدارم. ولی بیلدینگ بلاک ها رو باز تو این مقاله که اینجا در واقع آوردمش، من فکر کنم بعد جلسه میتونم مثلا همین میرو هم لینکش هم باهاتون شیر کنم، اونجا میتونید ببینید. اون مقاله خیلی کوتاه اونجا اومده همین توضیحاتی که گفتم رو داده، یک کوچولو شسته رفته رو یه مثالی هم زده از دومین کانسپت و ریلیشن و اگزمپل و بیزینس رول و حالا کوئسچن یا دیسکاشنی که این اون در واقع جلسه کلابریتیوی که با ایدیدی برگزار میکنید، اون کوئسچن یا دیسکاشن رو کپچر میکنید. قرار نیست اون جلسه‌ای باشه که جواب همه سوالات در بیاد، چه توی ایدیدی چه توی بقیه روش‌هایی که در واقع ذیل چتر کلابریتیو مدلینگ قرار میگیرن. و من این پوینت که اون بالا هم گفتم، نقطه اصلی توی ایدیدی همین مین پوینت هستش. یه کوچولو بخوام توضیح بدم، ما با هر داستانی و هر استوری نگاه کنیم، چه نرم افزار چه بیرون از نرم افزار، اون استوری پوینت اصلی داره. مثلا که یه کتاب چه میدونم داستان وقتی نگاه میکنیم، چه 80 صفحه باشه چه 150 صفحه باشه چه طولانی کوتاه هر چی باشه، یه نکته اصلی داره، نکته اخلاقی داره که اون نویسنده، یا حالا فیلم اگه نگاه کنیم، اون نویسنده اون کارگردانه یا نویسنده اون فیلم میخواد اون نکته اخلاقی رو، نکته اصلیه رو، نگیم اخلاقی، نکته اصلیه رو میخواد به مخاطب منتقل کنه. بقیه اون کتاب، بقیه اون فیلم، بقیه اون داستان تخیلی میشه کانتکسی که در واقع داستان آماده میکنه برای اینکه ذهن مخاطب آماده بشه برای اینکه نکته اصلیه رو بهش برسونم. مثلا مثالی که من همیشه میزنم، دخترک کبریت فروشه، اون کتابش حالا کوچیکه، نمیدونم دقیقاً چند صفحه است، 37 صفحه است اگه اشتباه نکنم. یه نکته اخلاقی خیلی مشخصی داره، ولی خب اون نویسنده اومده کانتکست رو اینجوری ترسیم کرده که یه دختری هستش توی کریسمس، بیرون هوا سرده، داره کبریت میفروشه، بعد چون خیلی سردش میشه کبریت رو شروع میکنه روشن کردن الی آخر. یعنی اون نکته اخلاقی که باید حواسمون به آدمای اطرافمون باشه، کیر باشیم نسبت بهشون و رو سعی کرده تو این کانتکست نشون بده. اون در واقع کریسمس، آدما دور هم دیگه جمع میشن و یه در واقع دختر بچه رو وارد بازی کرده و الی آخر. ممکنه یه نویسنده دیگه همین مین پوینت رو با یه در واقع داستان سرایی دیگه، با یه کانتکست دیگه وارد بازی کنه. حالا اگر اینو قبول داریم، توی نرم افزارم که میم، توی هر پروداکتی که داریم، اون پروداکتمون یه مین پوینت اصلی داره. اون مین پوینت اصلی رو باید متوجه بشیم و باید سریع متوجه بشیم. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که همونجوری که توی اون کتاب داستانم، همونجوری که توی اون فیلمم، به خاطر اینکه اسپویل نشه، اون مین پوینت رو میندازن ته داستان. توی نرم افزار این شکلیه، معمولا ته داستانا میفته، ته اپیکا میفته، ته فیچرها میفته، ته یوزر استوریا میفته، نمیدونم از اون وسطای اسپرینت ها مثلا متوجهش میشیم. ولی ماهایی که کار نرم افزار انجام میدیم، چون به عنوان خواننده اون داستان اون محصول نیستیم و اتفاقا اگه بخوام از این تشابهی که گفتم استفاده کنیم، به عنوان نویسنده اون داستان هستیم، باید این مین پوینت رو سریع باید متوجه بشیم، چون مین پوینت رو وقتی عوض میکنیم کانتکست هم طبیعتا کامل عوض میشه. به مقدار مثلا بیارمش یه مثال مشخصی توی نرم افزار بزنم، تو خود ایران هم اگر نگاه کنیم که خب در واقع کامیونیتی بسته هستش، منظورم کامیونیتی نرم افزار اینا نیستش، در جامعه اینا مقدار جامعه بسته هستش از نظر بیزینسی و اینا. ببین تعداد سیستم‌های نرم افزاری حسابداری که نوشته شده بسیار بسیار زیادن، حتی اونایی که معروفن زیاد استفاده میکنن. و اینکه چه دلیل وجود داره که یه سیستم نرم افزاری حسابداری از یه سیستم دیگه رو آدما بیشتر میپسندن، شرکت‌ها بیشتر میپسندن، اگه حالا قیمت و فلان و بهونه بذاریم کنار، معمولا برمیگرده به تشخیص درست اون مین پوینت و کانتکسی که دور اون مین پوینت قرار بچینیم. حسابداری به این دلیل مثال میزنم که حسابداری معروفه که حتی به شوخی در واقع میگن
که تمام قوانین و نمیدونم سند و مشخصات و این داستانش از زمان سومریه باستان وجود داشته. اون مثلا دیولپر میاد، یه بیزینس اکسپرت میاد، یوزر استوری بهشون میگه باید اینا شروع کنن به پیاده سازی کردن. خیلی سوال اینا اکسپلور کردن توشون خیلی معنی نمیده. حداقل تجربه که من داشتم این شکلی نبوده. سیستم حسابداری برای اون بیزینس دومین اکسپرت در واقع خیلی آشنا بودم، ولی اون کسی که باید متوجه بشه شیر فهم بشه اون 3-4 تا آدمی هستن که قرار نرم افزار رو تولید کنن. اونا باید بدونن سیستم حسابداری چی هستش یا هر سیستم دیگه‌ای که قرار بنویسم. خب اوکی، تایم زیادی گذاشتم روی این مین پوینت، سعی می‌کنم بیام پایین. خب فکر می‌کنم توضیحات تا همینجا کافی بوده. احتمالاً شما همچین حالت این گیف بوده، چرا کار نمی‌کنه؟ بذار بزنمش گیف هم کار کنه. خب اوکی، من سعی کردم یه توضیحات خیلی در واقع کلی و ابسترکت از اینکه EDD چی هستش و چجوری کار می‌کنه، اینتروداکشن خیلی کلی بگم. من کم میرم سر وقت دمو که تایمم سیو کنم، خیلی تایم من دست ندیم. دمو رو که من الان نشون میدم چی هستش و اینا، ولی باز تو خود اون سایت اکسپلوراتوری دومین دیسکاوری تو قسمت وبلاگ اگه برید اونجا اومده یه مثالی تو اون آرتیکل اول زده به اسم The First Flow. حالا یادم نیست واقعا مثال چی بوده، پیرول بوده یا چه سیستمی بوده یا حسابداری بوده، ولی خب اون مثالا میتونید اونجا نگاه کنید، استپ بای استپ اونجا هم نشون داده. خب اوکی، مثالی که میخوایم بزنیم در مورد اپلیکیشن در واقع سفارش آنلاین غذا. همونجوری که گفتم ممکنه توی نگاه اول فکر کنیم این اپلیکیشن خب خیلی اپلیکیشن ساده است، خیلی هم نگاه اشتباهی نیست. به سری رستوران از به سری آدم هم هستن که قراره غذا سفارش بدن و ما اپلیکیشنمون شبیه مارکت پلیسه که این آدما رو به هم دیگه وصل می‌کنه. یه مقدار که میریم وارد بازی میشیم این آدما تبدیل میشن به این که چه میدونم یه گروه آدمن، یا نه آدما تبدیل میشه به سازمان، کسی که غذا سفارش میده. میگن شیطون تو جزئیات فیچرهایی که یه آدم غذا سفارش میده با سازمان متفاوته. اونور میریم سراغ رستوران رو داستان خاص خودشونو دارن. یعنی وقتی وارد بازی میشیم میبینیم که خب اون حدی هم که فکر میکنیم اپلیکیشن ساده ای نیست. اینجا سعی کردم یه کانورسیشن تقریبا ساختگی رو از فضای تحلیل اون دومینی که اونجا گفتم رو اینجا بیارم. یه کانورسیشنه که بین چند تا رول مختلف اتفاق میفته. پیو هستش، نمیدونم دیولپر، دومین اکسپرت، این دی دومین اکسپرت، این هم سافر دیولپر و یه دو تا نقش دیگه اون پایینه که بهشون نگاه میکنیم. من سعی میکنم یه مقدار از بالا به پایین کوچولو این کانورسیشنی که اتفاق افتاده رو کوچولو بخونم و با هم دیگه یه مقدار بریم جلو. حالا پیو که آدما رو دور هم دیگه جمع کرده و رفته رو منبر رو گفته که شروع کنیم در واقع به تحلیل کردن که ببینیم این یامی فود فلویی که داریم شامل چی هستش. خب اون دومین اکسپرت خب پیشنهادش اینه که میتونیم با رستوران شروع کنیم، چون اگر رستورانی وجود نداشته باشه یه چیزی جلو نمیره و رستوران هم باید حتما آنلاین باشه. و اولین سوالی که خب برای دیولپر احتمالاً پیش میاد اینه که در واقع منظورت از آنلاین بودن رستوران چیه؟ مثلا دکمه میزنه آنلاینش میکنه، API داره، منوالی داره اون رستوران رو در واقع آنلاین میکنه، چی هستش اون رستوران؟ چیز فیزیکی هستش دیگه. و دومین اکسپرت همه حالت‌ها رو ما داریم، یعنی رستوران هم یه دکمه داره میزنه، هم بعضی رستوران‌ها خودشون سیستم دارن API به ما میدن، ما از اون API استفاده میکنیم، منوشون رو میگیریم و در واقع نمایش میدیم. و یا هم که نه خب منوال این کار انجام میدن، درخواست میدن به ما منوالی میدیم اون رستوران رو خاموش روشن میکنیم. یعنی همشون رو میخواد در واقع داشته باشه. و خب حالا دیولپر دیگه خب احتمالاً پس این اویلیبیلیتی فقط یه فلگ ترو فالس نیست و میتونه در واقع پر کاتگوری میتونه وجود داشته باشه. کاتگوری رستوران که خب دومین اکسپرت میگه نه، علاوه بر کاتگوری رستوران میتونه در واقع پر آیتم یا پر منو هم میتونه این اتفاق بیفته. یه منوی خاصی رو مثلا کلا میگن ما دیگه اصلا نداریم، مثلا منوی فست فودی رو کلا نداریم. این در واقع کانورسیشن هم اینجوری داره میره جلو. و مثلا نکته بعدی هستش خب ما احتمالاً یه چیزی به اسم اینونتوری باید داشته باشیم
توی این سیستممون، حالا یا برای خودمونه یا برای اون رستوران هستش که تو اون اینونتوری رستوران میاد منوش رو، حالا غذایی که داره اونجا مشخص میکنم و خب میگه آره اون اینونتوری که باید وجود داشته باشه و ما آدم حالا میان منوهاشون رو تعریف میکنن و کنارشون هم مثل در واقع کوانتیتی هم میزنن. مثلا از این پیتزای به فرض مثال امشب 100 دونه دارم، یا حالا کم و زیاد میشه مثلا یا همچین چیزی. حالا دیولپر اینجا سعی کرده کار خوبی انجام بده، اومده یک اگزمپل ران کرده، مثلا میگه چه میدونم مثلا 100 تا برگر داریم که اون 100 تا برگر برای اینونتوری اون رستورانه ممکنه شکلی باشه که 10 تاشون بینه. ببین کانورسیشن، حالا خب هی کانورسیشن هی جوری به این طریقی که گفتم داره میره جلو. طبیعتاً تو فضای ریل که بریم خب یه توضیح کلی میده که یه کاستومری هستش ثبت نام میکنه، یه رستورانی هستش منوهاش تعریف میشن، یه فلو احتمالاً روی در و دیوار کشیده میشه، ولی خب جلسات اون تحلیلی که بین این گروه آدما شکل میگیرن و البته کار خوبی هم کردن، آدما رو دور هم دیگه جمع کردن. ببین جلسات هی داره یه مقداری وارد عمق قضیه میشه. یعنی اونجا از رستوران شروع کرد، بعد یهو گفت که رستوران ها میتونن 3 تا حالت مختلف داشته باشن که خاموش روشن بشن. اصلا کسی نمیدونه خاموش روشن یعنی چی، اصلا این اصطلاح برای چی به کار رفته. بعد یهو گفت که API داره اون رستوران، یه دکمه هم داریم یه جایی اونجا که رستوران تعریف میشه که هنوز کسی نمیدونه رستوران شامل چه چیزی هستش، میاد اون دکمه رو میزنه. حالا این هنوز تموم نشده، وارد منو شدن. خب یه منوی وجود داره، منو رو باید بیان اینونتوری براش تعریف کنن و الی آخر. خب من این مقدار میام پایین‌تر یکی دو تا دیگه از این کانورسیشن‌ها که اینجا اتفاق افتاده رو با هم دیگه یه نگاهیشون کنیم. مثلا اینجا در مورد پیمنت حالا صحبت میشه. پیمنت مثلا پیو، حالا اینجا در مورد پیمنت این بالا صحبت شده که اوردری ثبت شده پیمنتش انجام میشه. و مثلا دیولپر خب اومده در مورد حالتهای مختلف پیمنت یا ستلمنت یا تسویه حسابی که ممکن اتفاق بیفته صحبت کرده و مثلا ستلمنت چجوری انجام میشه، کی قرار انجامش بده، آنلاین انجام میشه، نمیدونم رستوران اون پیمنت رو انجام میده، کاستومر انجام میده، اون بیزینس این پیمنت رو بین رستوران و خودش در واقع تقسیم میکنه. منظورم اینه که مثلا غذا 200 تومنه، 200 تومن کاستومر پرداخت میکنه، بعدن تسویه حساب اون رستوران از طریق این بیزینسی که داریم چه اتفاقی میفته، چه جوری در واقع اتفاق میفته. خب اوکی، من کمی هم جلو می‌خواستم یکی دو تا چیز دیگه هم نشون بدم، بعدش حالا بریم سر وقت دمو که خودمون داریم. خب اینجا مثلا اینجا حالا اون کوریره وارد بازی شد، اون در واقع کسی که قرار کار دلیوری انجام بده، اونم اینه که تا یه اوردری در واقع پی نشده، آماده نشده و ردی نشده توسط رستوران، اون کوریره نباید وارد بازی بشه. بعد اون کوریره باید یه سری چیزها رو در نظر بگیره روی قیمت دهی، مثلا فاصله‌ای که وجود داره، ترافیکی که وجود داره، اینا در واقع هنوز روی اون اوردر اون کاستومر وارد بازی میشن. ببین اونجا در مورد پیمنت صحبت شد، در روش‌های تسویه صحبت شد، بعد یهو این کوریره که وارد بازی شد، اون پیک اومده یه سری کانسرنای دیگر رو وارد بازی کرده، دوباره مجبور میشن برگردن عقب. این من اینو تا اینجا نگه میدارم، برگردم اینجا. روالی که اینجا دارن به دومین نگاه میکنن یه مقدار این شکلی هم که مثلا زوم کنم اینجا، این شکلی هستش که اینا مثلا با یه صورت مسئله شروع میکنن بحثشون رو. رستورانی وجود داره، خوب با رستوران شروع بشه، میگه خب اوکی رو باید رستورانی وجود داشته باشه که منوی باشه که کاستومر بیاد الی آخر. بعد وارد این رستوران که میشن، یهو وارد یه صورت مسئله دیگه میشن، این صورت مسئله جدیدی اونجا باز میکنن به اسم مثلا استیت اون رستورانه. استیت، حالا این استیتو که دارن توضیح میدن، میگن حرف میاره دیگه، در اینی که داره این استیتو توضیح میده میرن یه جای دیگه سر وقت این که خب اوکی این رستورانه پس باید یه منو داشته باشه، ما بایستی اون چیزی که صحبت کردیم در مورد استیت و خاموش روشن بودن، حالا حالتهای مختلفی هم وجودش اومدن، در موردش حالتهای مختلفش هم بررسی کردن. استیت هم اشتباه نوشتم، خیلی مهم نیست. در مورد منو دوباره صحبت شد، منو رو بردن جلو، بعد رفتن سراغ تسویه حساب، یعنی یه فرایند دیگه رو باز کردم. اون تسویه حساب که تموم شد فکر کردن همه چی اوکی، اون کوریر وارد بازی شد. اینجا اومدن سر وقت اون ستلمنت، کوریر که وارد بازی شد اومدن
در مورد این صحبت کردن که خب یه اوردری وجود داره اینجا که در واقع تسویه حساب قرار انجام بشه. این اگر پیمنت بوده، اینجا که قرار بود این پیمنت انجام بشه، کوریر اومد یه سری چالش وارد بازی کرد اینجا که کوریر رو صحبت کردن که دوباره مجبور شدن برگردن سراغ این پیمنت. مثلا اگر فاصله طولانی بود، اگر هوا بد بود، خب باید این پیمنت عددش بره بالاتر. خب دوباره برمیگردن سراغ پیمنت میگه من یه اوردر نیاز دارم، مثلا اوردر رو در موردش صحبت نکردیم. ببین این فضای دپث فرست، در واقع دپث فرست، این آدمایی که دارن تحلیل میکنن با یه آیتم شروع میکنن میرن جلو، اون سوالاتی که دارن میپرسن ناگزیر اینا رو به یه سمت و سوی میبرن و نمیدونم تجربه داشتید و نه، حدس میزنم شما هم تجربه همچین جلسه داشتید که با یه در واقع صورت جلسه اون جلسه استارت خورده ولی خب آخر جلسه اصلا یه سری سوالات دیگه، یه سری مفاهیم دیگه وارد بازی شده. خب اوکی، این در واقع همون depth first exploration بود که گفتم EDD روی کردش دقیقاً برعکس breadth first exploration. خب اوکی، من میخوام یا اینجوری فضا اگه داشته باشم اینجا شروع کنم به مدل کردن همون صورت مسئله که اون بالا داشتیم به روش EDD. فقط من این کم بیام اینجا ببینم همه چی اوکیه. خب اوکی، خب آخر جلسه اصلا یه سری سوالات دیگه، یه سری مفاهیم دیگه. خب اوکی، فکر میکنم همه چی اوکیه. من بیام اینجا. خب توی EDD ما گفتیم که با این سوال مشخص شروع میکنیم که سوال اگه بخوام خیلی خودمونی رو زمین کوچه بازاری بگم، میگیم تهش که چی، ته این اپلیکیشنی که میخوام بنویسیم قراره به چی ختم بشه، خروجی اصلیمون، آوتپوت اصلی که دنبالشیم، همه این تلاشا رو میخوام انجام بدیم 6 ماه بعد بهش برسیم چی هستش، چه توی حسابداری، چه توی پیرول، چه توی این دومینی که اینجا مثال زدیم یا هر دومین دیگه ای. اینم بگم چه دومین رو از اول میخوایم بنویسیم، چه میخوایم ریرایتش کنیم، چه یه فیچر یا اپیکی رو میخوایم تو دل مثلا این سیستم حسابداری ببریم، این رویکرد میتونه باز به ما کمک کنم. از آخر شروع میکنیم بیایم به اول. دلیلش هم گفتم چون تمام اون فیچرهایی که اول کار شروع میکنیم به پیاده سازی کردن کانتکست رو آماده میکنن برای اون در واقع مین پوینتی که معمولا آخر داستان وارد بازی میشه. حالا چجوری این کار رو شروع کنیم، استارت بزنیم، چجوری تحلیل در واقع استارت بزنیم؟ گفتم این سواله رو میپرسیم، این سواله یه سرنخی به ما میدم. نیستی که بردارم بیارم اینجا. ته این دومینی که ما اینجا داشتیم تهش اینه که یه دلیوری انجام بشه. من اینو برمیدارم، دلیوری رو اینجا می‌نویسم. پس ته این در واقع دومینی که ما اینجا در موردش صحبت می‌کنیم این هستش که یه غذایی دلیور بشه به اون کاستومر از رستورانه. این که حالا کی برش می‌داره، چه شکلی میاد، غذا از کجا اومده، چه جوری بوده، مهم نیست. ما از ته داستان داریم شروع میکنیم و بعد از این آخر که مین پوینت، معمولا اون آخر قرار میگیره، مین پوینت البته نیستن، اون آخر قرار میگیره، شروع میکنیم میایم اول داستان. این کانتکست رو ما سعی میکنیم به درستی بچینیم. خب اوکی، این دلیوریه. من قبل از اینکه برم جلوتر کوچولو هم در مورد دومین سرکولاریتی پترن بگم اینجا که در واقع چه جوری به ما کمک میکنه تو اون فضای غبارآلودی که اونجا ترسیم کردیم، کانورسیشنی که بین آدما بودش. دومین سرکولاریتی پترن ایدهش اینه که ما سعی میکنیم یه فرایندی که توی اون دومین اتفاق میفته، زمان توش خیلی نقش پررنگی بازی میکنه، اونو سعی میکنیم برداریم و معمولا وقتی تو اون دومین نگاه میکنیم میبینیم که یه نوشنی از تایم وجود داره. مثلا تو سیستم حسابداری سال مالیه، توی این اپلیکیشن فودی که ما اینجا داشتیم میشه یه سفارشی، یه اوردری که یه نفر ثبت میکنه بهش دلیور میشه. این یه سرکولاریتی این وسط وجود داره. خب حالا چه کمکی به ما میکنه؟ کمکش اینه که ما فوکس میکنیم فقط روی یه دور از اون در واقع چرخه دومین سرکولاریتی. مثلا توی حسابداری وقتی میخوایم شروع کنیم به تحلیل کردن میگیم فقط یه سال مالی مشخصی، مثلا 404 فقط میخوایم روش دست بذاریم، با 403 و 405 کار نداریم، با سال مالی اول و سال مالی آخر اون بیزینس هم کار نداریم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که معمولا توی سال مالی اول و آخر، حالا توی حسابداری که مثال زدم، معمولا حالت اکسپشنال خیلی زیاده و ما تو حالتی که هنوز نمیدونیم حسابداری چی هستش بخوایم وارد اون حالت اکسپشنال بشیم، خب خیلی مشخصه که گیر میکنیم.
توی این دومینی هم که ما اینجا داریم یه فلوی مشخصی از دلیوری رو برمیداریم و فقط تمرکز میکنیم روی دلیوری به خیلی ساده و اون دلیوری هم فقط باید برای یه آدم مشخصی باشه، یعنی سراغ این که این آدم مثلا چه میدونم MVP هستش، این آدم لویال هستش، یا این به جای این آدمه سازمان هستش، نه سر وقتمون نمیریم. نکته دومش هم اینه که هر چیزی رو اکسپلیسیتلی مدل میکنیم، اینجوری نیست که مثلا بگیم یه چرخه میچینیم برای کل اون صورت مثلا. پس ما اون دومین سرکولاریتی که اینجا داریم اینه که فقط تمرکز میکنیم روی یه دونه از اون در واقع چرخهای دلیور کردن غذا و از آخر شروع میکنیم به مدل کردنش. خب آخرین چیزی که داشتیم خود این دلیوری بوده. بخوام یه کوچولو اسپویل کنم اون مین پوینتر، اون مین پوینتر نقش بسیار 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 مهمی بازی میکنه موقعی که میخوایم بریم سراغ دیزاین کردن و پیاده سازی کردن. مین پوینت اونجا خیلی نقش مهمی بازی میکنه. این چیزایی که گفتم سرنخ داره به ما میدم در اون مین پوینت. حالا یکم جلوتر من بقیه سرنخش رو میگم. این چیزی که تو گفتم در مورد اون دومین سرکولار پترن بوده. پس تمرکزمون روی EDD توی اون فاز، چون EDD توی چند تا فاز انجام میشه، روی فاز اول اکسپلور کردنه یه دومین سرکولار پترنی رو پیدا میکنیم، یه فازش رو برمیداریم. اینجا میگیم که فقط یه فاز در واقع دلیور کردن غذا رو برمیداریم. خب اوکی، ما یه دونه دلیوری داشتیم اینجا. قبل از دلیوری چه اتفاقی میفته؟ قبل از دلیوری میتونه اون کوریره باشه، اون کسی که پیکی که اون در واقع دلیور رو انجام داده. اون کوریره چی رو برداشته؟ اون کوریره یه دونه اوردر رو برداشته. خب اون اوردره چی توش بوده؟ مثلا میتونیم بگیم یه سری غذا توش بوده. من یکم بیارم این ورتر. خب اوکی. خب اون غذا هم که در رستوران غذا رو آماده کرده بود و اون رستوران هم یه دونه اوردر دستش رسیده بود که اون اوردر تصفیه حسابش انجام شده، اون پیمنتش انجام شده بود. پیمنت. خب و این پیمنت هم مربوط به یه کاستومر بود. خب اوکی، ولی من از آخر شروع کردم با سوال اولی که ته داستانی که توی این دومین داریم چی هستش. گفتیم دلیوری غذایی با دلیوری بشه به اون آدمه و از آخر شروع کردم اومدم به کپچر کردن اون کانسپت هایی که وجود دارن از آخر به اول. یه دلیوری وجود داره، اون دلیوری توسط یه کوریری اتفاق افتاده، اون کوریری اوردری رو برداشته که اون اوردر شامل سری غذا بوده که اون غذا رو اون رستوران آماده کرده. رستوران هم یه اوردر پی شده دستش رسیده و اون کاستومر هم در واقع اون اوردر رو پی کرده. خب اوکی، این چرخه‌ایه که ما توی EDD در واقع داریم میریم جلو. هنوز در واقع چرخه اکسپلور اولش تموم نشده. همین شکلی که دارم میگم، از آخر شروع میکنیم به اول این کانسپت ها رو سعی میکنیم اینجا یکی کپچر کنیم. به اینا میگیم دومین کانسپت. دومین کانسپت ها اکشن نیستن، مثلا نمیگیم دلیور انجام شدن، نمیگیم اون کوریره وایسی اینو برداره ببره اونجا. مثلا تو ایونت استورمینگ اولا از اول شروع میکنیم و اونجا ایونت ها خب نقش خیلی مهمی بازی میکنن. مثلا این اوردری ثبت شد، مثلا میل آماده شد، همچین چیزی پریپر شد الاخر. ولی اینجا دومین کانسپت از آخر شروع میکنه. دومین کانسپت اولا آبجکت، دیتابیس و اگریگیت و مگریگیت این اصلا نیست، اون اصلا ذهنتون بندازید بیرون. و مهمتر از اون چیزی که خب زیاد دیده میشه اشتباه میشه اینه که اکشن نوشته میشه، مثلا دلیور انجام شد، نمیدونم کوریر بسته رو برداشت. نه، دومین کانسپت هیچ کدوم از اینا نیستن. اون اکشن ها چیزایی هستن که بعداً بایستی بیان تو این دومین کانسپت ها، توسط این دومین کانسپت ها اتفاق بیفتن یا روی این دومین کانسپت ها اتفاق میفتن اکشن ها. ما هنوز دومین کانسپت ها رو نمیدونیم، خب طبیعتا سراغ اکشن هم قرار نیست بریم. خب اوکی، این گام اول. احتمالاً سوال ممکنه براتون پیش بیاد که خب مثلا چه میدونم این اوردر چرا دو بار تکرار شده، این ترتیب و توالی از کجا میاد. هیچ حساسیتی روی فاز اول اصلا نداشته باشید. من که برم جلوتر، مثلا همین الان خودم نسبت به اینکه خب کاستومر چی رو پی میکنه، شاید بهتره اینا جابجا بشن، این پیمنت و اوردر.
چندین و چند بار این فلویی که اینجا دارید میچینید رو و کپچر میکنید و دارید ریوایز میکنید، همونجوری که من دارم میرم جلوی این کار انجام میدم. پس بارها و بارها این فرصت رو به این فضایی که دارید اینجا کپچر میکنید دارید میدید ناخواسته که میتونید ریوایزش کنید و تغییرش بدید. پس به هیچ وجه تایم رو از دست ندید، به خصوص تایمی که آدما رو دومین اکسپرتا رو دور هم دیگه جمع میکنید، بعضیشون تایمشون شلوغه الی آخر، که بخواد حساس بشید مثلا اوردر بیاد قبل پیمنت، این بیاد جلوتر، و حتی روی اسمام تو این فازی که الان داریم میرون جلو اصلا روی این حساسیتی نداشته باشید. گام بعدی اینا که پس اینجا بودن من اینو میندازم این بالا، اگر اینا رو بهشون میگیم دومین کانسپت. خب گام بعدی اینه که میایم ریلیشن بین هر کدوم از این دومین کانسپت ها رو میکشیم از آخر به اول. دوباره ارتباط دلیوری با کوریر چیه؟ مثلا چه میدونم، مثلا میگیم چیکار کردم، یه بار دیگه اینو بکشم اینجا، کم زوم کنم، این رو اصلا میگیم چی نوشتم، خب اوکی، این کوریر رو مثلا دلیور میکنه اون در واقع بسته یا غذایی که اونجا هستش، و ارتباط بین کوریر و اوردر چیه؟ مثلا چه میدونم پک میکنه اینو. خب پک میکنه این اوردر رو، این اوردر و میل ارتباطشون با هم دیگه چیه؟ این اوردر شامل یه سری از این میل هستش، این میل هم که پریپرد، مثلا میگیم این غذا که این رستوران آماده کرده. خب ارتباط رستوران و اوردر، مثلا من اینو یکم نگه میدارم چون نمیدونم چه ارتباطی براش بنویسم، ببینم اینجا. خب این اوردر هم مثلا میگیم settled by، اوردر هم حالا با اون پیمنتی که انجام شده تصویر شده، و این هم مثلا میگیم paid by. خب این هم مثلا من فعلا میگم prepare میکنه، prepare the order. کسی که تو اون رستوران هست اون یکم زوم اوت کنم، اونو آماده میکنه. خب اینم میارم این بالا، اینم اینجا، اینم اینجا. خب اوکی. خب ما دومین کانسپت اضافه کردیم، بعد ریلیشن اضافه کردیم، بعد میخونیم از آخر به اول، یعنی داریم فرصت میدیم ببینیم گپی بینشون وجود داره، این استوری تل داره به درستی اتفاق میفته یا نه، و الی آخر. اون لوگو هم که اگه توی EDD میبینی که دایره این شکلیه، به خاطر اینکه این فاز اکسپلور کردن توی EDD این شکلی هستش. ما اول فقط توی سطح اول برث فرست فقط در واقع داریم اکسپلور میکنیم، توی فاز بعدی باید ببینیم مثلا سر وقت کوریر بریم اینو بهتره دیپ بشیم روش، اینو بهتره دیپ بشیم روش، یا اینو. شاید هیچ کدوم از اینا مثلا نیاز نیست دیپ بشیم، برخلاف اون مکالمه ساختگی که من آورده بودم که خب همون فاز اول رو هر کدوم از اینا ممکن بود دیپ بشم. آیا فاز اول اکسپلورمون تموم شده؟ نه. ببینید ما از فضای خیلی ابسترکت که فقط دومین کانسپت بود و اسموت هی داریم آروم آروم هی دیتیل اضافه میکنیم، با احتیاط این کار انجام میدیم. خب اوکی، من این استوری تیلش رو انجام نمیدم برای اینکه تایمم بتونیم سیو کنیم. گام بعدی چیه؟ بعد از اینکه دومین کانسپت ها رو کپچر کردیم، بعد از اینکه ریلیشن بین دومین کانسپت ها رو زدیم، باز از آخر به اول اینا رو میخونیم. من نریشنش رو انجام نمیدم، ولی خب تو فضای واقعی بهتر حتما این کار انجام بدید. خیلی کمک میکنه اونجایی که گپ و اینا وجود داره رو بتونید حل کنید. مثلا اوردری که اینجاست، من خودم هنوز باش هپی نیستم، ولی خب فعلا اسکیپش میکنم چون اوردر باید در واقع کاستومر اون اوردر رو پلیس کنه، بعد بره اون اوردر رو در واقع پیمنتش رو انجام بدم. خب اوکی، گام بعدی چیه؟ کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که میایم به ازای هر کدوم از این دومین کانسپت هایی که زدیم یه سری پراپرتی اضافه میکنیم. این پراپرتی چیه؟ ما میگیم یه دونه دلیوری داشتیم، تو این دلیوری میایم یکی دو تا ویژگی اون دلیوری رو میگیم. همونجوری که گفتم این دومین کانسپت ها مپ نمیشن به تیبلی اگریگیتی، فعلا به هیچی مپ نمیشن، پس این در واقع این پراپرتی هم که اضافه میکنیم مپ نمیشن به نمیدونم پراپرتی فلان اگریگیت یا چه میدونم ولی آبجکت و هر چیز دیگه.
فعلا فقط میخوایم ببینیم تو مسئله چه خبره، چه اتفاقی داره میفته. خب مثلا توی دلیوری ما یه ادرس داریم، کاستومر ادرس، یه رستوران ادرس داریم و دیگه چی داریم؟ از خود اون اوردر رو داریم، مثلا یه همچین چیزی. خب این کم بزرگتر میخوایم ببینیمش. خب اون کوریر چی داره؟ مثلا یه دونه آیدی داره، یه دونه مثلا لوکیشن داره، میگه مثلا فلان کوریر توی کدوم لوکیشن فعال هستش و همین مثلا همچین مشخصاتی داره اون کوریره. خب من یکم برای اینکه کوچولو پیچیده بشه این تایپ وسیله نقلی هم که داره رو اینجا میزنیم. خب اوردرمون اینجا چی داشت؟ اوردرمون یه لیستی از اینجا میزنم، لیستی از میل داشت. خب اوکی، من از آخر اول که میام هی داره یه سری چیزا هی داره مشخص میشه، پررنگ میشه، انگار یه نقشه گوگل مپی داریم، گفتیم از تهران مثلا میخوایم بریم شمال، به صورت کلی بهمون نشون بده هر جایی که نیاز داریم هی زوم میکنیم، ما انتخاب میکنیم کجا قراره زوم کنیم و فقط هم توی فاز اول این EDD هستش که به ازای همه دومین کانسپت ها همه پراپرتی ها رو می‌نویسیم. توی فاز بعدی ممکنه بریم سر وقت اوردر، فقط اوردر رو زوم کنیم، مثلا با دلیوری خیلی کاری نداشته باشیم. خب توی میل چی داریم؟ یکم بر خودم هم سخت شده، اون دومین من خیلی نمیشناسم، ولی مثلا اسم داره، من مثلا میزنم اینگریدینتس، اون غذا محتویاتش چیه و پرایس. خب اینم پرایس هم اینجا اضافه کردیم. رستوران هم من اینجا اضافه میکنم، مثلا یه آیدی داره، حالا آیدی شاید واقعا مهم نبوده، تو شرط واقع شاید واقعا آیدیش رو نمی‌نوشتم، خیلی مهم نیست. به اضافه یه دونه لوکیشن و یه دونه تایپ اون رستورانه. خب اوکی، توی اوردر اینجا ما کاستومر رو داریم، رستوران رو داریم و اون اوردر آیتم هم داریم اینجا، لیستی از اوردر آیتم ها. خب پیمنت هم من فقط اماونت رو می نویسم و البته اوردر آیدی. خب و کاستومر هم خیلی مشخصه دیگه، مثلا یه موبایل دارم، به اضافه یه نیم و از اون مهمتر ادرس. خب اوکی، اینم در واقع اضافه کردنم یه سری پراپرتیه. این پراپرتی ها رو که وارد بازی میکنیم میبینیم هی سری داره هینت به ما میده که چه خبر اون اوردره، قراره چی توش بیاد توی اون اوردره، توی اون ذهن اون دومین اکسپرت در واقع چی میگذره از اون اوردره، آیا با ذهنیت ما اوکی هست یا نه. که همونجوری که گفتم تو فاز اول به خصوص و البته تو بقیه فازها خیلی حساس نمیشه، مثلا بگیم این میل پرایسش برای چی اینجاست، چرا پرایسش جدا نیست، مثلا پرایس چجوری انجام میشه، یا مثلا این تایپ رستوران از کجا اومده. نه، اینا رو انجام نمیدیم، اینا رو از فاز دوم به بعد. اولا توی فاز دوم که حالا من اگه وقت بشه تایمم حواسم باشه بهش، اگه وقت باشه میگم در واقع توی فاز دوم سرنخامون چیا هستش که مثلا ببین ارزش داره اصلا اینو باز کنیم، اگه قراره این کوریر رو باز کنیم نکته خیلی مهمی داره، میخوایم اینو کم ببینیم چه خبره تو اون جلسه‌ای که 2 ساعته که میخوایم بزنیم با دومین اکسپرت ها، پس طبیعتا سوالمون رو فعلا نمیپرسیم که آقا یا خانم دومین اکسپرت چرا مثلا اینجا توی رستوران تایپ گذاشتیم، چون یه سرنخای پیدا کردیم که انگار پاورفول کوئسچن ها رو بهتر هولوش و کوریر در واقع بپرسیم، یا حالا هر کدوم از این کارتایی که اینجا هستش. خب اوکی، اینجا خب آیا فاز اولمون تموم شده؟ نه، فاز اولمون تموم نشده. کار بعدی که باید اضافه کنیم انجام بدیم اینجا اینه که به ازای هر کدوم از این دومین کانسپت هایی که اینجا زدیم که یه اسم داره و یه سری پراپرتی، به هر کدومشون یه اگزمپل کانکریت اضافه میکنیم. دوباره یه مقدار وارد جزئیات میشیم، از اون حالت ابسترکت خارج میشیم. مثلا برای دلیوری ما میگیم یه کاستومر موبایلش رو من اینجا میزنم صرف، مثلا این کاستومرمونه، کاستومر. خب بعد
اینم ادرسشه که من فقط مثلا میزنم استریت 2 مثلا فاطمی و بقیه فیلدها من بقیه فعلا وارد نمی کنم و این البته آدرس کاستومر بود، کاستومر ادرس و اینم برای رستوران من میزنم اینجا کپی کنم. خب اینم برای رستوران. خب مثلا رستوران آدرسمون کجا بوده؟ مثلا اونم تو فاطمی بودم، خیلی مهم نیست، هر دوتاشون توی نایی هستن. خب پس یه اگزمپل مشخصی به ازای هر کدوم از این دومین کانسپت هایی که زدیم و پراپرتی هایی که اضافه کردیم اینجا وارد بازی میکنیم. دوباره این اگزمپل هایی که وارد بازی میکنه کمک میکنه یا هینت به ما میده که برگردیم سراغ اون کارت اطلاعات بهش اضافه کنیم یا نه بیام اینور در واقع توی اون اگزمپل چیزی کم زیاد کنیم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که اینجا مثلا توی ادرسی که گفتیم استریت و اینا داره، توی فضای واقعی میام اینجا اگر آدرس مهم باشه که اتفاقا برای کوریر اون آدرس خب مهم هستش، این رستوران آدرسی که هستش میام پراپرتیاشو مینویسیم، مثلا میگیم استریت داره و الی آخر. معمولا تو این فضای واقعی تو همچین اپلیکیشن ها یه هگزاگون معمولا درست میکنن از بین اون آدرسی که در واقع اون کاستومره داره یا اون رستورانه داره، یه هگزاگونی درست میکنم ببینم در واقع چه ناحیه رو اون رستورانه قراره پوشش بده، همینطور برای کاستومر همینطور برای اون کوریره. خب اوکی، پس من توی اگزمپل وارد بازی کردم اگزمپل و بعد که نوشتم دیدم استریت و خب در واقع ادرسی استریت نیاز داره با یه فیلد دیگه، اینا خیلی مهمه، من اومدم به اون کارت اینوری هم اضافهش کردم. خب اوکی، من اینم سریع برای اینا اضافه میکنم یا برای همشون چند تاشون. مثلا کوریرمون میگیم که آیدیش مثلا 21 به فرض مثال. همینجا من خودم نگاه میکنم میگم اگه با آیدی سوال مثلا میپرسم اگه با آیدی خیلی کاری ندارید با آیدی صداشون میزنه آیدنتیفیکیشن خاصی از کجا اومده، اگر نه نکته خاصی نداشت خب پاکش میکنم، خیلی فیلد و اینا اصلا نیازی نیست اینجا بیاد. خب لوکیشنی که اون کوریر داره یه دونه کارنت لوکیشن خودشو بدنم، اون لوکیشنی که کاور میکنم مثلا مثالم خوبن چیز دیگه نیاز نیست بنویسم. خب اوکی، لوکیشنی که هندل میکنه توی همون خیابون فاطمیه، وسیله هم که داره مثلا میگیم موتورسایکل، مثلا موتور داره، دوچرخه داره یا ماشین هر چیز دیگه. خب اینم یه مورد. ببین اینجا ممکنه ذهنیت‌های سمت این بره که خب مگه چه میدونم اون وسیله نقلیه‌ای که اون کوریر داره وارد بازیش میکنیم، این وسیله نقلیه از کجا میاد؟ کوریر رو خودمون پیاده سازی میکنیم، از جای دیگه میاد، ای پی رو صدا میزنیم و الی آخر. این سوالات اصلا نباید بپرسید، اگه توضیح میده اون دومین اکسپرت ما جلوشو میگیریم تو اون جلسه اولی که داریم اکسپلور انجام میدیم. و اون دلیلی که چند بار گفتم فاز اول رو سری مینویسیم، توی فاز دوم ازش کار جدیمون شروع میشه که بگیم مثلا بهتر رو این دیپ بشیم، رو این دیپ بشیم یا رو این. اگه قرار نبود رو کوریر دیپ بشیم، این که API صدا میزنیم، نمیدونم دیتاشو از جایی میخونیم، فرم پیچیده داره، اصلا الان مهم نیست، باید دست بزنیم رو نکات اصلیه. خب اوکی، من اینم بیارم اینجا. مثلا این اوردری که اینجا داریم فرض میکنیم اوردرمون شماره 10، یه لیستی از غذا داریم اینجا، مثلا یه غذا قرمه سبزیه، مثلا یه غذا هم برنجان مثلا داره، یه همچین چیزی. خب اوکی، من اینو کپی میکنم، اینجوری نه اینجوری میارمش اینجا. خب اینجا ما یه دونه قرمه داشتیم که یه سری اینگریدینت داشت، اینجا فقط میزنم این ingredients، نمی‌نویسم قرمه سبزی، کم در واقع ingredientsش یکم تخصصی میشه، فقط پرایسش رو مثلا میگیم که 250 تومان و یه دونه برنجم که بود
اون برنج اینگریدینت خاصی نداره. من فقط پرایسش رو می نویسم اینجا، پرایس مثلا 120 تومن. خب اوکی، من این رو تا همینجا نگه میدارم. فقط این کارترم اینجوری نه، این شکلی این کارترم اینجا اضافه میکنم. میخوام دو تا نکته بگم تا اینم حواسم بهش باشه. خب این رو بردارم، پس اینم میشه اگزامپل بیلدینگ بلاک بعدیم. خب اوکی، پس ما یه دومین کانسپت داریم و بین دومین کانسپت ها ما ریلیشن داریم. این میشه بیلدینگ بلاک که اینجا داریم ریلیشن، و به ازای هر کدوم از اون دومین کانسپت هم یه دونه اگزامپل می نویسیم. خب اوکی، من بقیه این اگزامپل هایی که برای بقیه کارت هست رو فعلا نگه میدارم که یکم برم جلوتر تا هم بتونیم هندل کنیم. خب به این سر بزنم اینجا ببینم اوکی همه چی. خب اوکی، ظاهرا که همه چی اوکی. خب من گفتم بقیه اگزامپل هایی که جلوتر هستش رو فعلا نگه میدارم. بیلدینگ بلاک بعدی که وارد بازی میکنیم آوردن بیزینس رول. بیزینس رول. خب اوکی، من اینا میذارم اینجا. اینا رنگشون اصلا مهم نیست، هر رنگی دوست دارید، در چیزی که دم دست دارید میتونید استفاده کنید. در بیزینس رول به ازای دومین کانسپت وارد بازی میشه و بعد خوب اون دومین اون در واقع کارتایی که یه تم دارن شبیه هم یه رنگ باشه، خب خیلی بهتره. خب اوکی، از دومین کارتش رو کپی کنم از اینجا. خب من کارت رو کپی میکنم، میارمش اینجا. مثلا اینجا این بیزینس رولی که اینجا داریم اینه که رستوران در صورتی یه اوردر رو نگه میداره که اون اوردر پی شده باشه. پس میگیم پریپریشن فقط در صورتی انجام میشه که اون اوردر پی شده باشه، یا فقط paid orders should be prepared. مثلا این همچین چیزی. این در واقع بیزنس رولا رو به ازای این دومین کانسپت هایی که کپچر کردیم می نویسیم. توصیه میکنم به هر کدوم از این تو فاز اول فقط به هر کدوم از اون دومین کانسپت هایی که نوشتیم یه بیزنس رولی بنویسیم، یه باید و نباید بیزنسی که قرار اتفاق بیفته. مثلا دلیوری در چه صورت اتفاق میفته؟ میگیم دلیوری در صورت اتفاق میفته که مثلا کاستومره یا اون مشتری دکمه تحویل رو بزنه. پس میگیم کاستومر، اون خیلی شرایط متفاوت میکنه دیگه. کاستومر ماست مثلا کلیک مثلا یه همچین چیزی، یا حالا اون کوریه رو باید بگیم، احتمالا بیاد اینجا بهتره. به ازای هر کدوم از این در کدوم این کانسپت که اینجا داشتیم این بیزنس رولا رو سعی میکنیم کپچر کنیم. بیزنس رولا نقش بسیار بسیار مهمی دارن توی اونجا که میخوایم دومین رو مدل کنیم و نمیدونم باوندری سرویس ها کشیده بشه، اگریگیت ها در بیاد و الی آخر. ولی تو این فاز هم اونجوری که از اول جلسم چند بار گفتم، اصلا ذهن سر وقت مدل کردن، یعنی تو فاز سولوشن نیست، فقط قرار مسئله رو بفهمیم. چند بارم تاکید کردم که بعضی از چیزا مثل نوشتن اگزامپل، مثل اضافه کردن پراپرتی ها، مثل همین بیزینس رولایی که اضافه میشن توی فاز بعدی EDD به ازای همه کارت انجام نمیشن، ولی تو فاز اول ما همه این سرمونی‌ها رو انجام میدیم. فاز اول چه کمکی به ما میکنه؟ کمکی که به ما میکنه اینه که اول ما خطی سازی انجام دادیم. دومینمون خطی نیست، صورت مسئله دومینمون سر جاشه. ما یه فرایندی که با اون دومین سرکولاریتی پترن پیداش کردیم یا سرنخ بهمون داشت و برداشتیم، اومدیم اون شاخ و برگاشو زدیم، این شکلی خطی سازی کردیم که اول بفهمیم چه خبره توی اون دومینم. شاید بگید تو این دومین مثلا تحویل در واقع سفارش غذا خیلی شاید اضافه کاری باشه، خیلی
فکر نمی کنم این جمله اشتباه باشه، خیلی هم درست نیست. اگر واقعا درگیر اپلیکیشن تحویل غذا باشید، پیچیدگی خیلی خیلی زیادی داره، ولی وقتی وارد دومینی مثلا حسابداری میشی که اونجا اصلا به عنوان دیولپر یا به عنوان پیو یا پی ام اصلا نمیشناسید حسابداری، نمیدونید چجوری سوال بپرسید، خب اونجا به راحتی میتونید در واقع غرق بشید اون فضای اون نرم افزار حسابداری که وجود داره. دومین اکسپرت چون سوار مسئله است، با اون خط فکری که خودش فکر میکنه سعی میکنه توضیح بده و خب یه مقداری ممکنه شما مین پوینت ها رو دیر متوجه بشید، سوال پاورفول کوئسچن مقدار دیر بپرسید. این فاز اولیه سعی میکنه یه فلوی کلی، اون بیگ پیکچر از اول تا آخر برای ما ترسیم کنه، بفهمیم چه فرآیندی قراره طی بشه، اینا چه ارتباطی با هم دیگه دارن، چه جوری با هم دیگه صحبت میکنن. و گفتم از یه فاز کاملا ابسترکت شروع میشه و هی آروم آروم ما دیتیل اضافه میکنیم. میدیم دومین کانسپت داشتیم، اس داشت، بعد دومین کانسپت ها رو ریلیشن بهشون اضافه کردیم، یه مقدار ارتباطشون برامون مشخص شد. ببین اینجا منبع بسیار 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 غنی از اون در واقع زبان اون دومین هم میتونید به دست بیارید، از اون لنگویج اون دومین، اون یو الی که دنبالشید هم اینجا به راحتی میتونید پیدا کنید. دومین کانسپت ارتباطش با دومین کانسپت پایینی مثلا همین چیزی هستش. از آخر به اول گفتم در واقع میخونید. من فاز اول که تموم شده، یه بار از اول با آخرم حتما خونده بشه که اون گپ ها پیدا بشن. بعدش پراپرتی ها اضافه شدن، دوباره یه شانس دیگه دادیم به این دومینه که وارد جزئیات بشیم و بعد از اون اگزمپل وارد بازی شدن به ازای هر کدوم از اون دومین کانسپت و پراپرتی که وجود داشتن، اگزمپل هاشون اینجا یکی یکی کپچر میشن. خب و البته این بیزنس رول هم اضافه میشن. اگر این تو این فاز سوالی به وجود بیاد یا نکته به وجود بیاد، چه نکته خاصی در واقع هستش که جای سوال هستش، جای بحث هستش، بحثش طول میکشه، اینا هم میتونید با یه رنگ دیگه، اون رنگش خیلی مهم نیست، به عنوان یه سوال یا یه بحثی که در واقع داغ شده داره زمان میبره، قرار نیست جمع‌بندی بشه، میتونید کپچر کنید کنار هر کدوم از اون کارتا. اینا کمک میکنه مثلا فردا که جلسه تحلیل داشتید تو سر وقت کدوم یکی از اینا برید، هر کدومشون سوالی، بحثی، تاپیک خیلی داغی اولوششون بوده، میتونه در واقع موضوع جلسه تحلیل بعدی باشه. پس من اینم برمی‌دارم، من سوال اینجا نمی‌نویسم، فقط اینم میارم اینجا کنار این بیلدینگ بلاک هایی که برای ایدیدی داشتیم. پس دومین کانسپت داریم، ریلیشن داریم، اگزمپل بذار کدوم از دومین کانسپت ها، کوئسچن احتمالاً وجود داشته باشه، تاپیکی که در واقع بحث شده ولی جمع‌بندی نشده، صورت مسئله، هر کدوم از اینا رو میتونیم بهش بگیم. بذار کدوم از کارتا داریم و بیزینس رولا که بذار کدوم از کارتاست. این میشه چرخه اولیه که در واقع ما توی ایدیدی داریم. همونجوری هم که گفتم این نریتوری انتخاب میشه، هر دفعه شروع میکنه از اول از آخر به اول و هر موقع همه چی تموم شد از اول به آخر هم میخونم. یه بار دومین کانسپت و ریلیشن ها رو میخونه، یه بارم اگزمپل ها رو شروع میکنه به خوندن. خب این تا اینجا من تا اینجا نگه دارم. زیبار بیام اینجا ببینم فضا چه شکلیه. خب اوکی، من میخوام یه جمع‌بندی کنم تا اینجا برای این فاز اول چرخه اولی که توی ایدیدی داشتیم، که بعد یه کوچولو هم در مورد این که چه شکلی میتونیم فاز بعدی ایدیدی که خب اون خیلی مهمتره، یا فاز دوم یا سوم اون چرخه اکسپلور هم یه کوچولو صحبت کنم. فقط اگر نکته موضوعی چیزی اگه هست یا همه چی نمیدونم اوکی، من نگاه میکنم ظاهرا همه چی اوکی، اون دارم این شکلی باشه. برچند که خب با یه مقداری تأخیر و دیلی فکر میکنم صدا میرسه بهتون، صدا و تصویر، حالا هر دو تاش البته.
خب اوکی. چون که من یه مقداری این استریمه با تاخیر میرسه دستتون، من یه کامنت هم گذاشتم اینجا، امیدوارم خب اوکی. خب اوکی عالی. من یه کامنت گذاشتم اینجا، قسمت چکش کنم اینجا، فکر کنم با تبلت میتونم اگه نکته موردی بنویسید اینجا میتونم ببینمش. خب اوکی، من کم سریعترم میرم سر وقت اون فاز دوم اینجا. خب تصویر که هست همه چی. خب آره، چیزی که تا اینجا انجام دادیم اونجوری که عرض کردم میشه فاز اول اکسپلور کردن توی EDD و ما بعدش باید بریم سراغ فاز بعدی، یعنی تصمیم بگیریم که کجا بهتره یا مناسب تره که میتونیم زومین کنیم برای اینکه اکسپلور کنیم تو اون فضایی که وجود داره. و همونجوری هم که عرض کردم رو اسمش هم اسم رو کرده ازش Exploratory Domain Discovery. ما اکسپلور میکنیم، توی اکسپلور ما معمولا خیلی نمیدونیم دنبال چی هستیم، دنبال سری سرنخ هستیم که دیسکاور کنیم. توی دیسکاوری معمولا میدونیم دنبال چی هستیم، هر چقدر اون فضایی که توش میخوایم بریم دنبال حالا اون چیزه بگردیم غبارآلود باشه، ولی توی دیسکاوری میدونیم دنبال چی هستیم. دیسکاوری که توی EDD انجام میشه اونجوری که گفتم برای پیدا کردن مین پوینت، اکسپلور کردن به ما سرنخ میده. خب اوکی، فاز اول ما انجام دادیم و توی فاز دوم ما با دنبال یه سری سرنخ باشیم، ببینیم دست بزنیم رو کدوم یکی از این اتفاقاتی که داره اینجا رقم میخوره. یه حالتش اینه که اون چیزی که به صورت روزانه این کانسپت های مختلف، دومین کانسپت هایی که ما اینجا داریم روزانه باش سر و کار دارن، یا اون چیزی که این دومین کانسپت ها رو به همدیگه وصل میکنه، اون میتونه یک کلوی خیلی مهم باشه، سرنخ خیلی مهم باشه که اون مین پوینت رو پیدا کنیم. شاید مثلا بگیم منوی رستوران تو این صورت مسئله که داره میتونه خیلی مهم باشه، بهتره دیپ بشیم روی منوی رستوران، یا خود اون غذا میتونه مهم باشه، چون اگه با اون کانورسیشنی که اونجا در واقع نگاه کردیم، حالا ادامه کانورسیشن هم این چیزا هم توشون وجود داشت دیگه. مثلا رستوران میتونه غذا رو دونه دونه بده، میتونه غذا رو پک کنه یا کمبو کنه، توی اون با هم چه ترمینولوژی میگن، مثلا این چه میدونم این پیتزا با اینو اگه با هم دیگه بخریم مثلا کمبو میشن، قیمتشون یکم بالا پایین میشه. و اینکه خب به کدومش در واقع میگیم میل، به کدومش میگیم آیتم. این آیتم در واقع آیتم اون اوردر هستش یا آیتم اون منوی اون رستوران هستش. منوی رستورانا با هم دیگه چه تفاوتی دارن، چه میدونم مثلا تایپ رستوران اگه متفاوت باشه آیا منوهاشون هم متفاوت میشن یا نه. اینا سوالاتی هستش که برای ما به وجود میاد که آیا مهمترین نقطه اون نقطه کانونی میتونه اینا باشن یا نه. من جمله اوردر هم خب این وسط در واقع میتونه نقش خیلی کلیدی بازی کنه. حالا یه سرنخ پس این بودش که کدوم یکی از این دومین کانسپت ها در واقع وصل میکنه یا زیاد تکرار میشه توی این چرخه دومین سرکولار پترنی که اینجا کشیدیم. اون میتونه یه سرنخ خیلی خوبی در واقع به ما بده. اگه مثلا سیستم حسابداری اگه نگاه کنیم، توی حسابداری هم اگه از آخر شروع کنیم روی در واقع سایت مثالش حسابداری، مثالش هم پیرول بعدا میتونید نگاه کنید. توش خب مثلا به جای اون دلیوری میشه سال مالی، پایین به جای کوریره این یکی میشه اون دفتر در واقع کلی که وجود داره و الی آخر.
تو اون چرخه وقتی میچرخی میبینیم اون یه کانسپتیه که توی جای مختلف تکرار میشه، اون فاینانشال ترانزکشن. و برخلاف اون ایده اولیه، اون تصور اولیه که درگیر سیستم حسابداری میشیم، میبینیم که مثلا انگار حساب‌ها یا اکانت‌ها خیلی مهمن، یا میبینیم اینجا داره یه سرنخی به ما میده که شاید اینا هیچ کدومشون قطعی نیستن ها، میتونید شبیه هیوریستیک بهش نگاه کنید که شاید مثلا اون فاینانشال ترانزکشن خیلی مهمه، شاید بهتر از همون جلسات اولی شروع کنیم به فهمیدن فاینانشال ترانزکشن و با فاینانشال ترانزکشن بریم بقیه کانسپت ها رو بفهمیم. این نکته هم بگم، اونم اینه که توی در کن فضای مدل سازی که توی دی انجام میدید، مثلا ساب دومینا رو میکشید یا باوندد کانتکست ها رو میکشید، یه نشونه‌ای که البته خیلی نشونه قوی نیست، خیلی این چیزی که میخوام بگم خیلی دنبالش نرید، ولی یه نشونه‌ای که دنبال اون کور دومینه باشید اینه که اون کور دومینه معمولا ریلیشن خیلی زیادی با بقیه جاها داره، یا دیتا رو از بقیه جاها میگیره یا به بقیه جاها، حالا دیتا نگم، شاید بهتر ریلیشن داره با بقیه جاها، چتینگ داره با بقیه جاها، اون کوره. خیلی هم طبیعی هم هستش. مثلا توی پیرول اون قسمت محاسبه حقوق اصل سیستم پیروله، این محاسبه حقوق بایستی کارکرد آدما رو از سیستم کارکرد بگیره، بایستی تشویقی آدما رو حالا اون سیستم تشویقی بگیره، بایستی حکم آدما رو از اون سیستم کارگزینی بگیره و آخر این خود این داره به جای مختلف رفرنس میده و فرمولای پیرول هم بایستی از فرمولای محاسبه حقوق بگیرم. پس این داره یه سرنخی به ما میده که احتمالاً این قسمت محاسبه حقوق کور اصلی مسئله ماست. پس ما میتونیم با این قسمت شروع کنیم و بریم جلوتر، یعنی تحلیلمون اتفاقاً از اینجا شروع کنیم و مثال آوردن از اینجا شروع کنیم. یه سرنخ دیگه هم سرنخ این هستش که با آدما نگاه میکنیم، میگیم آدما توی کار روزانه‌شون و توی کارهای دی تو دیشون بیشترین جایی که دارن سر میزنن، بیشترین کاری که با نرم افزار انجام میدن چی هستش؟ مثلا دوباره رو برگردیم به اون سیستم حسابداری، ببینیم که خب تو اون سیستم حسابداری خود اون تراکنش هستش. آدما توی طول روز تراکنش حسابداری ثبت میکنن یا بقیه اپلیکیشن ها تراکنش حسابداری ثبت میکنن. توی این سرنخ دومی که گفتم که بیشترین کاری که آدما انجام میدن، دی تو دی انجام میدن، روی کدوم یکی از این دومین کانسپت هست، کدوم بخش نرم افزاره، اونجا کوئریا رو یا ریپورت ها رو باید بذارید کنار. این تو حسابداری خب ممکنه خیلی گزارش بگیرم، واقعیتش گزارش هم زیاد میگیرم. تو این تحلیل به صورت کلی گزارش و ریپورت اینا رو میذاریم کنار، فقط روی جاهایی تمرکز میکنیم که کانسپت اصلی وجود داره و یه استیت قراره تغییر کنه. دلیلش هم اینه که حالا خیلی نمیخوام بازش کنم چون موضوع بحثمون نیست، دلیلش هم اینه که کوری و ریپورت ها میشن یه ریپرزنتیشنی از یه کانسپتی که باید اول مدل بشه. مثلا یه اوردر دارید، ریپرزنتیشن های مختلفی از اون اوردر رو به کاستومر نشون میدید، به رستوران نشون میدید، به کوریر نشون میدید و الی آخر. پس من تا هنوز اوردر رو نفهمیدم سر وقت در ریپورت ها کوری برم، خب خیلی کار اوکی نیست. اونا بعد که اوردر رو فهمیدم نقشش چی هستش، بعدش میتونم برم سر وقت حالا ریپرزنتیشن مختلفی که از اون اوردر میتونه وجود داشته باشه. خب اوکی، پس این چند تا سرنخ میتونه خیلی با ما کمک کنه که بگه مثلا گام بعدی سر وقت چه چیزی میتونیم بریم تو این مثالی که اینجا داریم. اینم بگم که همون جوری که حتما شنیدیم که میگن همه مدل‌ها اشتباهن، بعضی مدل‌ها توی کانتکست‌های مشخصی با اگزمپل‌های مشخصی یا سناریوی مشخصی یوزفول ترن. این کلوهایی که اینجا گفتم، سرنخ‌هایی که گفتم یا مین پوینت‌هایی که احتمالاً دست روشون میذاریم، ممکنه یه در واقع دیبیتی که با همکارمون انجام بدیم ممکنه عوض بشن، خیلی نیاز نیست روشون پافشاری بشه. حالا علایه حالا با توجه به توضیحاتی که گفتم می‌بینیم اوردر توی جای مختلف وجود داره. اوردر میتونه یه گزینه خیلی خوبی باشه که بتونیم بریم سر وقتش دیپ بشیم توی فاز بعدی اکسپلوری که می‌خوایم اینجا انجام بدیم. چرا؟ چون اوردر توی چند تا جا دیده شده، اوردر اینجا هستش، کوریر باش سر و کله میزنم، اوردر تو اون رستوران بودش و اوردر برام کاستمر هم وجود داشته و پیمنت هم با اون اوردر کار می‌کردم و توی طول روزم اتفاقا خیلی دارن با اون اوردر سر و کله میزنن. پس اوردر میتونه یه سرنخی باشه برای ما. اینم یکم بیارم بالاتر که در واقع تو فاز بعدی بریم اون زومین کنیم روی اوردر رو یکم باز کنیم. حالا کدوم اوردر؟ ممکنه بگیم این اوردر با این اوردر یکی هستش.
هم آره هم نه. من وقتی دومین کانسپت ها رو چند تا رو کپچر میکنم اینجا و اسمشون اوردر هستش، اینا رو اکسپلیسیتلی از هم دیگه جدا میکنم. یعنی مثلا نمیگم یه اوردری وجود داره، این کاستومر اوردر رو پرداخت کرده، بعد یه فلشی از این کوریر به این اوردر بزنم و مثلا میلم به اون اوردر وصل میشه آخر. نه، همه چی اکسپلیسیتلی مدل میشن. مهمترین نکته‌ای که توی مدل سازی داریم، چه حالا با این رویکرد و روشی که اینجا صحبت کردیم، چه حالا هر رویکرد دیگه، چه بعدن که میخوایم پیاده سازی انجام بدیم، فکر می‌کنم مهمترین هنر ماهایی که چه می‌دونم دیولپریم، دیزاینریم یا تو نقش سافر آرکیتکت هستیم اینه که ایمپلیسیت رو اکسپلیسیت کنیم. این فکر کنم مهمترین کاری که باید انجام بدیم. خب اوکی، پس اوردرها با هم دیگه لزوما یکی نیستن. اینکه این اوردری که اینجاست اون اوردری که اینجاست یکی هستش، نه لزوما این اوردر یکی نیستش. ولی خب حالا سر وقت کدوم اوردر بریم؟ من میام سر وقت این اوردره، میام سر وقت این اوردره و سعی میکنم یه کوچولو این اوردره رو بازش کنم تا جایی که حالا تایممون بهمون اجازه میده. چرا سر وقت این اوردر اومدم؟ چون که این اوردره توش هم کاستومره، توش رستوران، اوردر آیتم، پیمنت هم توش هستش. این پیمنت اینجا بهش وصل شده و از اون ور میدونیم خب تو این در واقع دومینی که اینجا داریم، خب کوریر نقش کور اصلی رو که بازی نمیکنه. درسته این کوریر اوردره داره، اوردری که پک شده و پرداخت شده و همون چیزش آماده شده رو اون کوریر برمی‌داره تحویل میده. پس فکر میکنم با یه حساب سرانگشتی میدونیم که اتفاقات مهم همینجوری اگه بخوایم حدسم بزنیم باید اینجا باید بیفته، باید بیشتر رو اینجا تاکید کنیم. به همین خاطر من میرم سر وقت این اوردره. خب اوکی، حالا چه کاری انجام میدیم برای این اوردره؟ برای این اوردره اینم بگم که دوباره همون چرخه دومین کانسپت و ریلیشن و اگزمپل رو در واقع داریم طی می‌کنیم. یعنی همون بیلدینگ بلاک ها رو داریم و همون فلو رو داریم، یعنی فرقی نداره. خب من یکی دو تا رو اینجا اضافه کنم برای این موضوع. خب روی این اوردره یکم زوم میکنم. پس از اینجا به بعد تمرکزمون فقط روی سفارشی هستش که اینجاست. ما اینجا یه دونه کاستومر داریم، یه دومین کانسپت، یه دونه رستوران داریم، یه دومین کانسپت و یه دونه آیتم. خب اوردر آیتم. خب اوکی، از این کاستومر اینجا چی نیاز داریم؟ از این کاستومر ما آیدیشون نیاز داریم تو این اوردر، احتمالا نامبر. من اینو برمیدارم، فرض کنم شماره کاستومره همین در واقع یونیک بودنش رو مشخص میکنه. از رستوران چی نیاز داریم؟ مثلا از رستوران اسمشون نیاز داریم. از این اوردر آیتم من دارم پراپرتی بهش اضافه میکنم. خب اوردر آیتم که یه دونه که خب تعداد داریم، حالا پرایس داریم در واقع، یه دونه تعداد. از این دوتا مهمتر هم میشه خود اون میل، اون غذایی که توی اون اوردر اومده. خب اوکی، ریلیشن اینا من وصل کنم اینجا. چیکار کردم؟ خب این میاد اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه هم اینجا. خب یکم زوم اوت کنم، اینو بیارم بالای کجا شلوغ شد. خب اوکی، این پس اوردرمون اینجا آمدیم روش یکم زومین کردیم و دومین کانسپت ها که تو این اوردر بود، دومین پراپرتی اضافه وارد بازی نمی کنیم، ما همینه که اینجا هستش رو باز میکنیم. این اوردری که اینجا داشتیم رو بکشم شاید بهتره. خب اوردری که اینجا داشتیم اون دومین کانسپت، ما اومدم یکم زومین دارم میکنم روش. خب یه کاستومر داشتیم که اون کاستومر یه نامبر داشت و یه رستوران بود و یه اوردر آیتم بود که توش میل بود و پرایس بود و کانت بود. کار بعدیمون چه؟ کار بعدیمونه که اگزمپل اضافه میکنیم. این کاستومره من از این یه دونه کپی میگیرم. البته اون کاستومر بالا چون من
چرخ اولی رو ادامه ندادم، ولی اگه ادامه دادم همون کاستومری که اون بالا بود اینجا اگزمپلش رو می آوردم و حتما هم اضافهش میکردم، یعنی این که اون اگزمپل اون بالاست دیگه نیازی اینجا اضافه بشه، نه به این اکتفا نمیکردم، میگم به چه دلیل. خب اینم یکم سریعتر بنویسیم. این کاستومری که اینجا داریم کاستومر، البته من خودم گفتم شماره شاید واقعا ترجیح میدادم اسمش هم بنویسم، یکم از اینجا اسمش هم بنویسیم. خب اینجا مثلا علی. خب کاستومرمون علیه، این شمارش هم اینم شمارشه، بهش زنگ نزنید فقط یه موقع. خب این کاستومرم که میتونیم برداریم چون اگزمپل همونه دیگه. خب اینم اگزمپلشه. برای رستورانم یکم سریعتر اضافه من میکنم. اسم رستورانمونم مثلا رستوران گودفادر، فکر کنم چین رستورانی هم واقعا داریم، حالا اون خیلی مهم نیست. رستورانش هم فقط همین رو نگه میدارم، فعلا چیزی بیشتر از این نیاز نداریم اینجا و اتفاقات بهتر شد اینجا میفته. خب چیزی که ما اینجا داریم اینه که ما یه میل داریم مثلا به اسم قرمه، تعدادش چقدر، نوشتن اینجوری البته یکم خوب نیست، میگم برای چی، مثلا فکر کنم 200 بود، همون چیزی که اونجا نوشتیم، تعدادش هم 2 تا. تو این اوردر هم ما یه دونه توتال هم داریم، در واقع اینو شاید بهتر اینجوری بنویسیم. ما یه لیستی از اینا داریم چون نوشتنش اینجوری کم سخته، اینجوری بنویسیم، میگیم لیست یه لیستی از میل پرایس کانت داریم به اضافه یه دونه توتال داریم. خب اوکی، میگیم آیتم اولیمون اینه، از این 2 تا داریم و فرض میکنیم همینه، قیمت کلش هم توتالش هم میشه مثلا 400. فکر کنم پر از غلط املاییه که من نوشتم. خب اوکی، اینم اگزمپل این. خب اوکی، پس کاری که الان انجام دادیم این بودش که اومدیم دنبال سری سرنخ گشتیم و با اون اوردر شروع کردیم به دیپ شدن روی مسئله. توی فاز بعدی، فاز اولی که مفصل توضیح دادم، توی فاز دوم کاری که انجام میدیم، پراپرتی هایی که تو اون اوردر هستش، اینم تو بگم روی هر کدوم از این دومین کانسپت هایی که میزنیم بیشتر از 4 یا 5 تا نباید پراپرتی بنویسیم، اگر بیشتر هستش و مهم هستش احتمالاً 2 تا دومین کانسپت رو تو هم دیگه ادغام کردیم، بهتره اونا رو اکسپلیسیتلی مدل کنیم. خب اوکی، اون سرنخ رو که به دست آوردیم میایم تو فاز بعدی شروع می‌کنیم هر کدوم از این پراپرتی هایی که تو این دومین کانسپت اوردری که ما انتخاب کردیم برای اینکه زوم این کنیم رو تبدیل می‌کنیم به دومین کانسپت دیگه ای و دومین کانسپتش رو می‌نویسیم، اگزمپلش هم در واقع می‌نویسیم. خب ریلیشن هم اضافه می‌کنم، من تو این فاز اینو در واقع اضافه نمی‌کنم چون بین این اوردره و این دومین کانسپت که اینجا اضافه کردم فقط همین پراپرتیاشو زوم این کردم، خب ریلیشن خیلی خاصی ندارن، اینو اینجا اضافه نمی‌کنم. ولی نکته داریم اینجا، نکتهش اینه که من از اوردر شروع کردم، روی اوردر زومین کردم، گفتم کاستومرم یه اسم داره به اضافه یه شماره، کاستومرم کلی اطلاعات دیگه هم داره، تو این اوردر الان نیازش دارم نه نیازش ندارم، مثلا اطلاعات دیگه خیلی مهمن، اون آدرسش میتونه خیلی مهم باشه، آدرس رو کجا نیاز دارم، اینجا نیاز دارم و تو این کوریرم و اصلا وارد بازیش نکردم. تو این دومین کانسپتی که اینجا بود گفتم اگه چرخه رو کامل میکردم اگزمپلش هم مینوشتم، آدرسش هم اینجا میآوردم که فقط یه ایده کلی از این که آدرس شامل چه فیلد هستش رو اینجا مینوشتم، ولی اینجا که روی اوردر اومدم زوم کردم چون آدرس کاستومر رو نیاز ندارم پس سر وقتش نمیرم. حداقل کمکی که این ایدی داره به من میکنه اینه که اونجایی که نیاز نیست توی چرخه اولی که میخوام بچرخونم تو مسئله چه خبره، اون سوالاتی که نیازیست، اونجایی که توضیحاتی که نیازیست بشنوم رو دارم اسکیپ کنم، اون حداقل کمکی که داره به من انجام میده. برای رستوران هم همین اتفاق میفته و بعد سر وقت این در واقع اوردر آیتم ها میریم و اینجا اوردر آیتم رو مشخص کردیم که اوردر آیتم در واقع لیستی از میل تایپ و فلان و بهمان داره و یه توتال داره. همین زومینی که گفتم با همین فرمونه که گفتم دوباره میریم جلوتر، توی گام بعدی با تصمیم بگیریم که اینو زوم کنیم یا رستوران رو زوم کنیم یا این اوردر آیتم رو زوم کنیم. خب طبیعتاً باید بریم سر وقت این اوردر آیتم، یعنی این کارتی که اینجا بودش
توی چرخه بعدی، توی فاز بعدی اکسپلور کردن EDD. من خیلی کپی میگیرم اینجا چون بکنم تایمون خیلی اجازه نده. چرخه بعدی رو بریم جلو، بعدی میارم اینجا، اینم یکم میارم اینجا تر اگزمپل رو. خب من اونجاش خوبم. توی گام بعدی زومین میکنیم و دیپ میشیم روی این اوردر آیتم ها. خب من یکی دو تاشو فقط اینجا می نویسم. نه اینجوری که نباید بریم، اینجوری باید بریم. خب اوکی، ما اینجا گفتیم که یه دونه میل داریم اینجا به عنوان اوردر آیتم، یه دونه میل پرایس داریم. خب توی گام بعدی میلو من میرم باز میکنم، اگزمپلش رو نمی نویسم فقط برای اینکه یکم چرخه‌ای که در واقع داریم دیپ میشیم کوچولو نشون بدم. اینجاست که میام میگیم ما حالا اون میل یه نیم داره، یه تایپ داره و ingredients داره. خب و منم اینجا یه دونه فقط میکشم فقط برای اینکه که ایده‌ای داشته باشیم که اینکه میگم breath first میریم و اونجا که نیاز هستش زوم میکنیم منظورم چی هستش. خب اینجا تازه میام سراغ ingredients. مثلا منو رو در واقع اینجا نه، البته منو میفته برای رستوران، منو ربطی به این آیتم نداره و سر وقت رستوران که میریم یا سر وقت اون کاستومر که اوردرش رو ثبت میکنه میریم اونجا منو وارد بازی میشه. خب اینا من یه خطی بکشم بیاد اینجا. خب این میله گفتیم اس داره و تایپ داره به الاخر. خب اوکی، البته فکر کن اینا اشتباه ببخشید، اینو بذار من بیارم اینجا. خب ما یه دونه میل داشتیم گفتیم نیم داره، تایپ داره، یه لیستی از اینگریدینت داره، منم پاک میکنم اینم میارم اینجا. خب و اون اینگریدینت اینجا شروع میکنیم به دیپ شدن روش. خب اگه نیاز بود و میل پرایس هم حالا دوباره به همین ترتیب اونم یه بلوی سرش میاریم. ممکنه که بریم جلوتر، اونجوری که چند بار اشاره کردم اینه که تو هر فازی فقط باید هی ریوایز کنیم کاری که داشتیم انجام میدادیم. تو فاز اول گفتم چند بار استوری تل انجام میدیم، از آخر به اول یه نریتور میاد شروع میکنه به خوندن اون سرنخایی که کمک میکنه برای اینکه ببینیم کجا زومین کنیم هم در موردشون صحبت کردم و یه نکته رو گفتم مجدد تاکید میگم، خیلی وسواس به خرج ندید که آیا این اوردری که اینجا میخوایم زوم کنیم روش کار درستی هست یا نه. ممکنه کل این فاز نیم ساعت طول بکشن، اصلا مهم نیست. میتونید تصور کنید اون جلساتی که 10 ساعت 15 ساعت 20 ساعت گذاشتیم و شاید آخرش هم اون چیزی که دنبالش بودیم خیلی پیدا نکردیم. اینم وعی منزل نیست اینجا، این یوزر استوری نیست، این کانترکت نیست، این قرارداد نیست، این فقط یه در واقع یه بیگ پیکچر استراکچر شده ای با لنز ETD داره به ما نشون میده و داره یه سری سرنخ به ما میده. من توی جلسه دیگه قراره که در مورد اون سرنخ‌هایی که باندری و دیزاین چجوری بکشیم قرار صحبت کنم، مثلا قرار نبود اون جلسه بگیم، ولی اون جایی که مین پوینت مشخص میشه، هول و هوش اون مین پوینت، من فقط میخوام یه از این کارو کنم اینجا. هول و هوش اون مین پوینت، اون کور اصلی، چیزای اصلی که باید سر وقتش برید اونجا در واقع میتونه وجود داشته باشه. سرنخ خیلی مهمی بهتون میدم که تو فضای مسئله، تو فضای تحلیل و تو فضای سولوشن و پیاده سازی و انرژی که میخواید بذارید هولوش اونا بذارید. اوردر رو یکم عقب و جلو کنید مطمئن باشید کوریر تغییر میکنه. اوردر رو یکم عقب و جلو کنید مطمئن باشید اون چه میدونم رستورانه و منوش میتونه تغییر کنه. اوردر رو یکم عقب جلو کنه دلیوری هم ممکنه تغییر کنه. این مین پوینت نکتهش اینه، این تغییر کوچیک توی مین پوینت کانتکست رو عوض میکنه. اصلا کانتکست به خاطر اون مین پوینت اومده. یعنی خب اینجا حالا ما با این چرخه که رفتیم، من اونجوری که گفتم لزوما ممکنه اوردر مثلا بگیم مین پوینت اصلی نیست، میتونیم در مورد اون صحبت کنیم، خیلی الان صورت مسئلهمون نیست، ولی با اون سرنخایی که در سر وقتشون رفتیم داشت به ما میگفت که اوردر میتونه نقش خیلی مهم بازی کنه. چرخه اولیه شروع کردیم به نگاه کردن اون چرخه اولیه، من پاک کنم تصویر خیلی شروع شد. اون فاز اولیه که اونجا با هم دیگه بردیمش جلو، من اینم یک کمی بیارم بالاتر.
خیلی تصویر این شلوغ شد. خب اینم اینجا برای اینکه بتونیم ببینیم همه چیز رو تقریبا یکم بهتر. اینم بیاریم اینجا. اون فاز اولی که از اول به آخر گفتم به اون یه فلوی کلی میده که چه خبره، کانسپت ها چجوری به هم دیگه وصل میشن، ولی اینکه نخوایم سر وقتشون بریم و بعد اومدیم زومین کردیم. اینو بعدن اگر روی یه در واقع دیواری کاغذی اگه اینا رو بکشید، این فضای دایره توری که هستش این شکلی که بعدن میتونید این فضای دایره توری رو باز کنید، انگار یه دومین پیچیده‌ای که داشتید و تقریبا اومدید خطی سازی کردید با اون شرط و شروطی که البته گفتم، چون دومین پیچیده دومینی اصلا نمیتونیم ساده سازیش کنیم، یعنی خطی سازیش کنیم به همین راحتی نیست. یه سناریوی خاص رو برداشتیم، اون سناریو رو خطی سازی در واقع شروع کردیم و روش انجام دادیم. خب اوکی، من فکر می‌کنم تا همین اینجا میتونم نگه دارم. تو برگردم بیام اینجا ببینم فضا چه شکلیه. خب اوکی خب بسیار عالی بچه. من تا همینجا نگه میدارم. همونجوری که گفتم ریسورس و منابع اینا رو هم توی گروه میذارم. هم فکر کنم این بورد میرور هم میتونم شیر کنم، لینک ها رو میتونم شیر کنم، فیلمم که احتمالاً وجود داره بعدا میتونیم شیرش کنیم اگه اتفاق خاصی نیفته. همونجوری که گفتم قسمت دیزاین و اینکه چه شکلی میتونیم سرنخ بگیریم از این چیزی که اینجا ایجاد کردیم برای اینکه بریم سر وقت مدل کردن و دیزاین کردن، اونو قرار توی جلسه دیگه بریم سر وقتش. ولی من تا اینجا نگه میدارم. اگر سوالی، نکته‌ای، موضوعی یا هر چیزی بود رو میتونیم بهشون بپردازیم و البته که خب ممنون میشم فیدبک هم حتما بدید بعداً، یا الان خیلی فرقی نداره البته. خب من سعی میکنم اینجا چقدر شارژ دارم. اوکی، اگه سوالی چیزی پرسیده شد سعی میکنم اینجا ببینم. ناصر عزیز پرسیده که چه موقع لازم از فاز دوم و سوم برگردیم به فاز اول. سوال بیام اینجا. سوال خیلی مهمیه و جواب دادن به شاید یه مقدار شاید واقعا سخت باشه، ولی هر جایی که حد زدید که اون سرنخایی که گفتم رو حد زدید که میتونید جای دیگه پیداش کنید، حد زدید که من بیام اینجا، نه اینجا، هر جایی که حد زدید که مثلا این اوردری که شروع کردید فاز دوم و سوم روش ران کردید، دیدید بقیه کانسپت ها رو خیلی با خودش نمیکشونه، وارد بازی نمیکنه. گفتم اون چیزی که کره، اون چیزی که اصل موضوع اصلی است، حالا کورد نگم، مثلا میگم مین پوینت تو این ترمینولوژی ADD چیزی هستش که چسبندگی زیادی یا تمایل زیادی داره به بقیه کانسپت ها، بقیه نمیدونم سرویس ها یا هر اسم دیگه که روشون بذاریم، یا باشون چتینگ میکنه، دیتا ازشون میگیره، صداشون میزنه، یا بقیه دارن ازش استفاده میکنن. پس اگر جایی دیدید که اون وقتی دارید دیپ میشید کانسپت های زیادی، بخش اعظمی از کانسپت هایی که تو اون دومین هستش رو یه در واقع ناخونکی بهش نمیزنید، احتمالاً شاید جای درستی دست نذاشتید. مثلا این اوردری که اینجا در موردش صحبت کردیم، خب طبیعتاً اون اوردری که کوریر قرار برش داره، همونجوری که گفتم این اوردری که پک شده، همه چیزش آماده است، غذاش مشخصه، اون کوریر که نمیاد اوردر رو شروع کنه باز کردن، بگه قیمتش چقدر بود و اینگریدینتش چی بود و پرایسش از چجوری حساب کردید الی آخر. به جز اون قیمت یا هزینه اون حمل و نقل شاید کیر هستش، حتما هم کیر هستش و خیلی هم نکته مهمی هستش و با اوردر هم طبیعتا اضافه میشه. ولی در غیر این صورت اگه اینجا شروع می‌کردیم، خب می‌دیدیم خب یه سری قسمت خیلی زیادی رو ما کاور نمی‌کردیم، یا
کاور میکردیم، ولی همونجوری که گفتم میک سنس نمیکرد برامون. این میتونه یک هینتی به ما بده که خب شاید بهتره برگردیم عقب، از یه جای دیگه شروع کنیم به دیپ شدنه. خب اوکی، من برگردم اینجا. امیدوارم جواب سوالتون رو داده باشم. خب اوکی، من یه دونه کامنت هم اینجا گذاشتم، یکم چون استریمه با تاخیر میره. خب اوکی، من بیا اینجا. خب بچه من آخر جلسم این نکترم اشاره کنم که من پارسال تقریبا مورش فکر کنم مهر ماینا بود، یکم تایمم آزاد بود، گفتم که اگر خواستید حالا توی سازمانتون یه بار خواستید ترای کنید ایدیدی رو، میتونید به هم بگید. اگه در واقع تایمم آزاد بود میتونم بیام اونجا این برگزاری جلسه رو در واقع با هم دیگه انجامش بدیم، هزینه‌ام نداره. تقریبا پارسال اون یه ماهی که من تایمم آزاد بود اینو گفتم، تقریبا 4-5 تا جا رفتم و جلسه برگزار شد. الانم چون یک کوچولو تایمم آزاده، اگر فکر کردید خواستید ترای کنید، خواستید انجامش بدید و اینا، خب خیلی خوشحال میشم. اگر فکر کردید نیاز هستش من کمک کنم، میتونید به من بگید، میتونم بیام اونجا در دیگه جلسه 1-2 ساعته میتونیم برگزارش کنیم. اگه خواستید سازمانی یا شرکتی جایی انجام بدید و هزینه‌ام نداره در واقع، چون بیشتر حالت معرفی و ایناست. اینه که اگر مفید دیدیش خب خیلی خوبه، اگه خواستید ترایش کنید بازم خیلی خوبه. ریسورس هم که معرفی کردم، اگر باز با تمام تفاصیل فکر کردید نیاز من کمک کنم، میتونید به من بگید. من تا من آزاد بود میتونم در خدمتتون باشم.
خب اوکی، خیلی هم عالی، مرسی از همگی، مرسی که تشریف آوردید. امیدوارم جلسه یکم طولانی شد ولی امیدوارم جلسه مفید بوده باشه براتون و ترای هم کنید ADD رو، فیدبک هم حتما بدید اگر جایی حالا به صورت کلی در مورد ADD یا چه این جلسه که برگزار شد فیدبک هم اگه داشتید بدید، حتما خیلی خوشحال میشم. جلسه بعدی که یه مقدار سر وقت دیزاینم میریم و اونم توی گروه اعلام میکنم، به زودی اونم برگزار میکنیم. مرسی از همگی، دمتون گرم. آخر هفته خوب که دیگه نمیتونم بگم ولی هفته خیلی خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید. مرسی، خسته نباشید، خدا نگهدار.